خب بله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به نام خداوند بخشنده مهربان و آن خداوندی که ما و شما را در این دنیا به خاطر عبادت و به خاطر بندگی او را انجام دادن آفریده است و از ما و شما می بیند که کدام از ما در راه راست و کدام از ما در راه منحریف و راهی که نهایت آن به بنبست و چاه پر از مغاک آتش است. و خدا را شکر میگوییم که ما و شما از افراد هستیم که هدایت یافته تا جای و خدا کند که الله توسط ما و شما مردمان دیگری گمراه را هدایت نماید و این سببی رستگاری ما و شما ان شاء الله که خواهد شد. چون که اگر خداوند به توسط یکی از ما و شما یک نفری گمراهی که واقعا در راه ضلالت و گمراهی بود، در راهی که حق را نمی شناخت، در راهی که امکانی ادامه دادن در آن راه آن شخص را با بنبست و بر راههای هلاکت، واقعا هلاکت این دنیایی و هلاکت خوب دیگر آخرت، منظور از هلاکت روحی هست که برده می رساند و تواند که ما و شما اون گمراه را هدایت نماییم. پس این خیلی عملی بزرگ و یک عملی ستوده شده هست. بیننده عزیز و گرامی، گفتی برادران ایرانیمون میریم پوست کنده و رو کنده بازم به سر امام علی رحمانوف. بعضی ها میگن آخیت دیگه یکان برنامه دیگه نداری، یعنی فقط امی رحمانوف گفته ایسای. بله بیننده عزیز و گرامی، من دیگه یگان گپ ندارم. مبارزه من تنها به خاطر سقوط رژیم منحوس رحمانوف است و اصلاح و محمد اقبال در به شکل عموم میبینید که یک شخصی هستیم. الحمدلله بازم خدا را شکر میگویم که طول این همه سالهایی که در مقابل این رژیم مبارزه بردیم، تنها و تنها در مقابل یک عائله و رژیم و یک مقامات دزد و غارتگری که از این رژیم خانوادگی حمایت کردند. و شما امروز برنامه 390 منبر مهاجر را تماشا دارید که یعنی در این طول این همه مدت آیا ما برنامه دیگری منظور به وضعیت و حالت‌هایی که همین رژیم یعنی تشکیل کرده است ما تقدیم تان نمودیم و تمام برنامه‌های دیگر اصلاح هم که می‌بینید برمیگردد به خود عملکردهای همین رژیم. پس وقتی که یک آدم، وقتی که یک مبارز، وقتی که یک شبکه، وقتی که یک فتیه و آن توده و آن یعنی افرادی که در یک راه امکان رفتن دارند و هدفشان از بین بردن و زوال یک رژیم خوناشام و منحوس است، آیا در آرزوی چیزی دیگری میتواند باشد؟ هرگز نه. پس ما تا امروز بر علیه این رژیم مبارزه بردیم و الحمدلله که امروز و این ساعت و این دقیقه که شما هم ما را دیده ایستاده اید در مقابل یک رژیم مبارزه برده ایستاده اید. یک رژیمی که تا امروز وضعیت این ملت به بدترین حالت آورده رسانده است. یک رژیمی که ما و شما را در بدر، مهاجر، خاک بر سر، خار و ذلیل، تحقیر شده، چورکه، جمشود، نمیدونم روشن، نمیدونم یک ملتی پراکنده مظلومی حقیری بدبختی که تماما یارای صدا بلند کردن ندارد. تاجیک از تاجیک میگریزد. یک تاجیک هم میبینی در روش اوست میگریزونا که او چیگاه باشه، او در رو نگاه میکنه با او طرف. برای چی؟ به خاطر این که رحمانوف به همین وضعیت آورده است، رسانده است. برادرانی مثلا از هر منطقه های گوناگون تا اگر نشناسن یعنی که یا عادی صحبت میکنه میره اگر بز باشه یا اینکه یگان عمیل باشد در میاد میخواد یگان معلومات بگیرد. ولی در عموم افراد دیگری که اونها یک شهروند عادی هستند از یک تاجیک دیگر میترسند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این رژیم رزدار و دشمنی را میان تمام ملت و مردم جای کرده است. وقتی رحمانوف از پلیس رنی از دیده شدن غیب میزند، پس منی که مدتی 10 سال از مبارزه برده ایستم
از نهایت سال 2016 منظور از مبارزاتی نوشتن که دقیقا دیگر یعنی به نوشتن کامل شروع کردیم و از سال 2017 سامانه اصلاح تأسیس یافت و دیگر پس از اون شروع به مستقیم نوشتن های مستقیم شروع شد. یعنی حدود 10 یا کمتر رو در همین محوطه بر علیه این رژیم مبارزه بردیم. وقتی که میبینیم یک نفری که بر علیه ما خواب ما را پرانده است، مردم اگر بروند کار کنند صبح ساعت 8 9 ببرویند کار، ساعت 5 6 بیان در پیش زن و فرزندشون یا اونایی که در مهاجرت در هر کجای قرار دارند خوب استراحت کنند، یگان فیلم تماشا کنند. ولی رحمانوف طول این مدت تمام این استراحت و خواب و اون چیزی که باید یک انسان داشته باشد در زندگیش ما را محروم کرده است. منم محروم بزوری نکرده است. یعنی منم با مانند هر یک نفر شما هستم، میتونم برم کاربار زندگی ما ببینم و پس از اون بیام با فرزندم استراحت داشته باشم، کار داشته باشم که هر یک انسان از نگاه معمولی میتواند انجام دهد. ولی نه، اگر من امروز آماده برنامه ها نکنم، پس شما 10 روز پس برنامه تماشا کردن نمیتونید. به خاطر اون باید زحمت برای اینکه تاریخ 20 فوریه تو برنامه تماشا کنی بیننده و ملت، باید من امروز کار کنم، باید فردا کار کنم، باید پس فردا کار کنم. پس ببینید که ما یک دقیقه آرام نیستیم و با مردم صحبت میکنیم، معلومات میگیریم چی شد، چی خبر شد، با افرادی که سر هفتهینه از مقامات هستند که یعنی که تماس میگیرن روزها و ساعتهای معین. در هر کجا که باشون باید من انتظار زنگ اون یعنی نفری که از داخل است باید معلومات برساند، باید من اون معلومات رو بگیرم. روزی مثلا پنجشنبه است یک نفرش، جمعه هست، شنبه است، یک شنبه است، روزهای کاری هستند، ساعت 4 صبح باید منتظر باشم که در تاجیکستان ساعت مثلا 8 باید 8 صبح هست، باید قبل از کار رفتن تماس بگیرد. پس من باید ساعت 4 شب اگر خوابم باشم باید بودلنی که من زنگ بزنم تا اینکه من بخیزم معلومات لازمه را از اون نفر بگیرم. پس شما فکر دارید حالت ما به حالت عادی انسانی مقرری است یا اینکه در انتظار یک خبر از رسیدن این پلید و این منحوس هستیم تا اینکه چگونه این سرنگون گردد و ملت و مردم به وطن برگردد. پس آیا فکر دارید محمد اقبال و اصلاح و همه آنانی که در تیم‌های گوناگون اصلاح و در حرکت اصلاحات خواهان هستند باید در فکری برق در فکر دیگر چیز باشند؟ بله، ما در برنامه‌های گوناگون دیگرمون با مسائل روزمره ملت و مردم کار داریم، اما با آنچه که در پخش‌های مستقیم و سوال‌های مستقیمی که با رحمانوف در برنامه‌های زنده باید انجام دهیم، از کجا بودن رحمانوف باید بپرسیم. چند نفر از افرادی که در مقامات هستند واقعا هم به یک شکلی سکوتی کامله، یعنی حکم فرماست و این را من با شکل‌های گوناگون هم میتوانم یعنی برداشت کنم. نه اینکه این نفر دیگر میشناسد و با اون میگوید که من تماس با اصلاح دارم و نه اون نفر دیگرش یعنی که کار اصلاح و شبکه‌ای که اصلاح در داخل حکومت جا کرده است و منظور اونها یعنی برادران و خواهران ما و شما هستند که در صدد از بین بردن این رژیم هستند، اونها هم به شکل در یک حالت ضد و نقیض قرار دارند. یعنی در یک حالت قبل از آرامش، قبل از بوریا، یا اینکه حالتی که در یک حالت سردرگمی که حتی هیچ کس نمیتواند یگان گپی بگوید. حتی افرادی که وظیفه را گرفتن رحمانوف اول فیرودت میکنه، قطید مصلحت میکنه، قطید میگه که اینایی خیل بدست، اینایی طریق، اینایی پول برای من میتی، ولی همون نفرها را حتی ندیده است. وقتی فرمانی وظیفهش برآمده است، ولی اون نفری که در مقام مثلا رئیس ناحیه رودکی سلیم زاده نشسته است، رحمانوف ندیده است، فقط آزاده را دیده است، عزیز ما را دیده است و همین شکل. و افراد دیگری هم که از مقام برکنار شدن، یک صحبت، یک یعنی که رساله، یک نامه میگیری تا یک تهدیدی هم میشد که تو انا این کار انجام داده، با این خاطر متراز وظیفه میگیریم، تو انا این وعده را کردی انجام ندادی. و افرادی هم که از وظیفه ها برکنار شدن چون این چیزی هم دریافت نکردن. پس این وضعیت نیست که سال 2025
یعنی که در آغاز از وظیفه موندن وظیفه گرفتن صورت نگرفته باشه، سال 2024، سال 2023، سال یعنی که 2015، نه همش مقرری یک نفر، یک رژیم، یک نظام، یک یعنی که مکتب و یک دستگاهی ظلم پیشه که تا امروز با همین شکل یعنی که عمل کرد و تا با امروز یعنی که همین کارش ادامه داده ایستاده است. پس یک بار میآید وضعیت و حالتش تغییر میکند؟ نه، هرگز نمیکند. تنها و تنها اینجا از نبودن سالمی رحمانوف دلالت میکند. تنها و تنها برای ما و شما درک میدهد که محمد اقبال که یعنی که یک کار انجام میتید، منظور مبارزه میبرد و شکل مبارزهش با هر راهی که هست و هدفش معلوم است بر علیه رحمانوف. درست و کاری که انجام میتید تا جای خصلت محمد اقبال، مبارزه محمد اقبال، عملهای انجام میتید در کدام شکل با کدام گونه برای بسیاری از مردم یعنی معلوم است. دیگر یعنی وقتی میبینن میدونن که چی میگه، چی گفته است، هدفش چی است، کارش چی است، یعنی همش معلوم است. پس رحمانوف که اصلاح یکی از اکادمیاهای رحمانوف شناسی معروف است و ایده هیچ کس انکار کردن نمیتواند که تا تمام سیر و پیاز این عائله، تا تمام اون عملکردهایی که مقامات ارشدش انجام دادن برای ملت، فیلمنامه ها و کتاب های مطالبی که اونها یعنی که کتاب های واقعا هم پر از یعنی که دارای معلومات های هستند که در حالت های معین استفاده های خوب از اونها یعنی که میتوانند این ملت و مردم برای تاریخ آینده این ملت از اونها عبرت بگیرند و از عملکردهای هر یک مقامداری که مردم و ملت نوشته‌اند یعنی از اونها بگیرند. پس ما یکی رحمانوف با تمام شکل و با تمام یعنی که آن قوا و آن ادراک و آن ملکه‌ای که داریم تا امروز آموختیم و بر علیهش مبارزه بردیم، این کارهایی که امروز شده ایستاده است واقعا برای ما یک بیگانه هستند. چرا؟ چون که رحمانوف ما دیده بودیم چند بار رحمانوف همین خیلی غیب زد ولی باز پیدا شد. ما یکون گپ نمیگیم، ما هم حالا چیزی نمیتونیم گفته که رحمانوف مرده است، رحمانوف در چین است. با بعضی معلومات‌های دیگر میرسند که رحمانوف در حرم است، در مکه است، یعنی که عمره رفته است. یکنیش خیلی یعنی که آواز پراکنی ها هم میخواهند انجام دهند. برای ما مهم نیست در بیت المقدس است، در تل آویو است، در مکه است، در پکین است، در یعنی که آلمان است، در هر کجا که باشد مهم یعنی که چون که میگویند مرتضی علی، گویند که مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چی بیت شرف است، خورشید یک و نور او هر طرف است. یعنی یک شعر است همین خیلی. یعنی منظور از این حضرت علی یک نفر بود ولی میگن که گویند مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چی بیت شرف است. یعنی که در نجف است، در بلخ میگن یعنی که قبر حضرت علی رضی الله عنه را مثلا، ولی میگن که در بین الجبلین یمن است. بعد میگه خورشید یکی و نور او هر طرف است. یعنی منظور یک نفر در چند جا. ولی ما رحمانوف همچون خورشید نه، همچون یک شخصی پلیده که این ملت حرام کرد، این ملت دربدر کرد، این ملت غارت کرد. ما یک چیز از نگاه محسن و نکویی و یک شخصی که یعنی حضرت علی کرم الله وجهه را بیان داریم تو این که اون کی است؟ یکی از خلفای راشدین، یکی از یعنی که صحابه رسول اکرم، پسر عموی پیامبر و داماد رسول اکرم. نگاه کنید یعنی که چگونه بیان میکنن که مثلا خب برای در کجا است. ولی ما فعلا بهترین خلق خداوند که حضرت علی اگر بدانیم میشه که از اصحاب رسول اکرم بزرگترین شخصیت یعنی که عشره مبشره و اون مثال میاریم و دیگر مثال میاریم که رحمانوف پلیده که یعنی واقعا هم امروز بعضی‌ها در چین میگن تبابت گرفته است، بعضی‌ها میگن در آلمان است، بعضی‌ها میگن نه در حرم است یعنی که عمره رفته است، بعضی‌ها میگن نه اون یعنی که در یک جای دیگه است. یعنی مهم نیست برای ما در کجا است، مهم برای ما رحمانوف کجا هست. رستم مجلس میگذرانه، دیگرش مجلس میگذرانه، یعنی که همه حالت ها میشه و وظیفه میگیرن، فرمانی وظیفه صادر میشه و از وظیفه گرفتن ها صادر میشود. ولی رحمانوف کجاست؟ ملت و مردم میخواهد بداند که رحمانوف در کجاست. بیمار باشد برند بگن که بیمار است. اگر رخصتی مهنتی در 35 سال نرفته است، یا بار در حیاتش رخصتی مهنتی رفته است، برای بگه که رخصتی مهنتی رفته است.
برای ما مهم آن است که رحمانوف کجاست. بعضی از مقامات در برنامه گذشته برای ما گفتن که تو چیکار داره که رحمانوف کجاست. بله، من چیکار دارم که رحمانوف در کجاست؟ من کار دارم که رحمانوف باید در کجا باشه بدونم. برای چی؟ به خاطر که یعنی که یک شخصی که حیات ما را در بدترین وضعیت آورده است قرار داده است، این ملت پراکنده کرده است، پدر و مادر از فرزند جدا کرده است، زن و شوهر از یکدیگر جدا کرده است، فرزند از پدر و مادر جدا کرده است، از خویش و تبار، از وطن، از سرزمین، از خانه، از کاشانه جدا کرده است. مردم با تهمت برده زندان دارد. در زندانی که 1600 نفر باید جا داشته باشند، 3000 نفر در زندان خوجند فعلا جا دارند. مردم در بالای کرابک‌ها خوابند. جا برای زندانی وجود ندارد دیگر، ولی در بالای کرابک‌ها در زمین در همین خنکی خواب است. یک نانی که میخره زندانی در خوجند 7 سومونی است. یک آبی گرمه که یک زندانی باید بخره، یعنی که چای بخوای اگر آبی گرم بخری در درونش لبشه شیرک بدوزی، اگر 10 سامان میتی لبشه شیرک برای آب لبشه شیرک لبشه خوردن در درونش باید 10 سامانی بتی، بعد تو باید یک استکان آبی گرم میتی. پس ما دیگر وضعیتای چیه؟ برای که اینکه تو نمازی بامداد وضو کنی نماز بخونی، تو باید ساعت 12 شب اچرت بیستی تا اینکه این 3000 نفر کدامش برای نماز بامداد اگر تو در خانت بخیزی ساعتی مثلا 6 نیم بامداد شوه یا اینکه 7 بامداد شوه، تو 10 دقیقه پیش بامداد میخیزی یا 5 دقیقه. بعضیامون یعنی که همون اذان میتین بعد خامون میخیزیم میریم تورات میکنیم میام نماز میخونیم، درست نه؟ ولی تو برای اینکه نماز بامداد باید بخونی تو باید ساعت 12 زندانیه که در زندان است ساعت 12 یعنی که در اچرت حاجتخانه و تورات میسته میرود. بچه ها میگن بعضش ساعت 12 میسته بیچاره، 1 میسته، 2 میسته میرود تورات میکنه، میگرده میبره توراتش میشکنه. مردم میگه با یک حالت کسل های یعنی که خوب دیگه میدونید که سوزاک میشوند مردا و یعنی که حالت پیشاب دیگر نگه داشتن ندارن بیچاره، وضعیت بیزیب. بعضیش میپرسن که بیچاره پامپرس مثلا آدمایی که وضعیتشون بیزیب است طلب دارن پامپرس و کلان، آیا حالت نمازخوانی همون چگونه هست؟ رحمان فکر همین مردم به همین حالت آورده است قرار داده است. شراوگانی که ایکور گرفتنش دوباره با کار آورده استنش تا اینکه بازم برای ظلم کردن بیشتر مردم و زندانیا را ظلم کنه. پس این ملت این مردم اینقدر عذاب و مشقت و مصیبت باید تحمل کنه و طاقت کنه، ولی رحمان فن نپرسه که در کجا است. یا آدم اگر یعنی که من مثلا بزمکوف خدا رحمتی پدر ما چند مشت در شکمش زده است، من فرزند یا اون پدر باشم باید که قصد پدر ما بزمک بگیرم، درست یعنی این یعنی واقعیت فرزندی من است که من اگر حقی قصد پدر ما از اون نگیرم پس من نمیتونم فرزندی صالح باشم. این یک چیزی مسلم است. این قدر ملتی که رحمانوف با تهمت زندانش کرده است نداره که رحمانوف مردم بدونه که در کجا است. این قدر 1000 نفره که رحمانوف زندانی کرده است، این قدر میلیونه که از تاجیکستان بیرون گریزه و فراری شدن از دست ظلم رحمانوف، نزدیکان و اون نفران حقوق دانستنی در کجا بودن رحمانوف ندارن. این قدر ملتی که در بیبرقی زندگی دارن، این قدر سربازی که گرسنه در چست‌ها خواب هستند، این قدر زنی که به شوهر ماندند در تاجیکستان انتظار شوهر، این قدر طفلی که در تاجیکستان به پدر ماندن در تاجیکستان انتظار پدرهاشون هستند، آیا اینها نمیخواهند که همون رحمانوف بدانند شخصی که اینها را ظلم کرد، شخصی اینها را به بدترین وضعیت آورد رسانید، شخصی که اینها را برخشانه به افغانستان و ازبکستان و قرقیزستان میفروشد، شخصی که به این قدر وضعیتی بد اینها را گرفتار کرد، افرادی که مسلمانان این ملت در بدترین وضعیت قرار دارند و نامه هایی که دیرکتورای مکتب برای پدر و مادر میتونن برای من روان کردن، چند نمونه از اونها که من فلانی و فلانی یعنی که پدری فلانی مثلا آدم خب برای اینکه فرزندی من تعلیمات اسلامی غیر رسمی یعنی که نمیگیرد، من شهادت میتیم کفالت میتیم که فرزند من دیگر تعلیمی دینی غیر رسمی، منظور غیر رسمیش باید که تو برای ای کمیته دین ای کلی سلیمان دولتی یعنی که
استغفرالله دیگه نمیدونم چیش بگم. از کلی سلیمان دولت که در اطاعت یتیم وفای باید او اجازت بگیری و او اجازت نمیته، در پیش او 50 تا امنیتی سودگی و او اجازت هیچ کس هم نمیتیه و اجازت تعلیمات دینی هم وجود نداره که فرزند من بخونه. یک مدرسه یعنی که امام ابو حنیفه یا دانشگاه کردگیان آشکارا دانشجو آموزا را میگن که چی میخونی برات یگان دانشگاه بخونیم جا خجای نیست. همین دروغ را هم تراستش کردگیان به خاطر گلش که ما هم دانشگاه اسلامی داریم. ولی این مردم مجبور میکنه از پدر مادرشون امضا میگیری که من پدر فلانی خواننده صنف فلانیم و من شهادت میتیم و من مسئولیت پدر مادر در کلای من است که فرزند من باید تعلیمات دینی نگیرد. یعنی این دلالت بر چی میکند؟ این دلالت بر آن میکند که رحمانوف این ملت و این مردم و این مردم کهن بنیاد تاجیک با بدترین وضعیت و حالتها آورده است، قرار داده است، چی از نگاه اقتصادی، چی از نگاه اجتماعی، چی از نگاه روانی، چی از نگاه فرهنگی و دینی، چی از نگاه ملی. تمام وضعیت بد آورده است، گرفتارش کرده است. باز میبراید چند تا سگ دیگه برای ما و تو میگن که تو چیکار داری که رحمانوف در کجا هست؟ تو چیکار داری که رحمانوف در کجا است؟ آیا یک کارخانه میرای کار میکنی، تو مسئولیت داری و میرای کار میکنی و میخوای که رئیس همون کارخانه را ببینی. وقتی میرای پیش سکرتر که میگه من میخوام جناب رئیس ببینم، میگه تو کی که میخوای جناب رئیس ببینی؟ من در همین کارخانه کار دارم، میخوام رئیس کارخانه را ببینم. نه، تو حق نداری که ببینی رئیس کارخانه را. خدا چی میگوید در این مسئله؟ در وزارت کار میکنی، در خودی وزارت. و یک مسئله هست، یعنی که روز قبول وزیر اگر به مانند همه کارمندانی در وزارت کار میکردگی، تو باید میتونی که یعنی که در یعنی که قبولگاه وزیر برای بشینیم و وزیر را برای ملاقات کنی. درست وزیری که نباشد یا اتپسکا رفته باشد یا اینکه مثلا یگون جا سفر کردگی باشد، سفرهای خدمتی به یگون ناحیه به یگون منطقه، سکرتر کش میگه میبخشید کارمند گرامی وزیر امروز در سفر خدمتی قرار دارند نیستند. میبخشید یعنی که کارمند گرامی وزارت مستونید شما پیش معاون اول وزیر جناب فلانی روید، چون که وزیر در رخصتی مهنتی در سفر هستند یا در بیمارخانه هستند یا اینکه کسل هستند. یعنی برای تو یک جواب میگن. انا همین ملت هم دقیقاً به مانند انا همون کارمند کارخانه یا کارمند وزارتی که کار میکنند و میخواهند به دیدار وزیر به یک مشکلات شخصیشان بروند داخل شوند و اون مشکلات نه در آبش عدل، نه معاون اول، نه معاون دوم، نه یگان متخصص دیگری وزارت حلش کرده نمیتواند، تنها با اویزافکه و با یعنی که فرمان وزیر میتواند که حل شود. همون کارمند واردی پیش نزدی قبولگاه وزیر می رود و داخل می شود، یا همون کارگر پیش رئیس می رود تا اینکه قضیهش باید حل کنه. درست؟ ما افرادی که در حرکت هستند تماس میگیرن، ما این مشکلات داریم، انا این کارا داریم، باید این کار حل کردن در کار ما. خودمون راههای برون رفت و حل از همون مشکلات افرادی که در حرکت هستند کوشش میکنیم که با هر راهی باشد ما یعنی که قضیه مشکلات اونها را برآورده کنیم بدون اینکه اونها ما را میکوون. ما حتی زنگ میزنیم تا اینکه مشکلات براشون حل شود. چرا؟ چون مسئولیت داریم. ولی رحمانوف این مسئولیت ندارد که از احوال ما تو خبر بگیرد و بپرسد و بداند. ولی ما میخواهیم که بدانیم رحمانوف کجاست. با پنهان کردن، با دروغ گفتن، با فرمانهای ساخته برآوردن، با اینکه انا این شکل است انا اون شکل است، شما چیکار دارید که باید بخواهید بفهمید که رحمانوف کجاست؟ با این شکل خطی شما دیگه وضعیت و حالت ما رو نمیتونید تغییر کرده و ما رو فریب کرده که یعنی که برآمده چی کرده. من همین شب تا ساعت 3 شب یعنی که برنامه 229 نه 230 از 230 امروز شروع کردم. 230 31 32 33 نامه ها رو آماده داشتم، چون نامه های آمادگی و بعضی از پیشگفتار، بعضی از حالت هایی که یعنی که آمادگی بود همون ها را درست کردم و یک نامه از نورآباد بود که 6 نامه داشت، همین را آماده داشتم. همین کامپیوتر من که نو تازه نیستم، نی پیروی گفتم وجام گفتم روسو نو دای و کار نیستم که من بشینم یعنی که برنامه در واتساپ میآید، در تلگرام اصلاح میآید، به زوگ موندگی کار کتام کنم نگاه میکنم، همه چیزی که هست میگیرم گپ میزنم کار تمام میکنم. ولی فیسبوک تا صبح آرام نیست. فیسبوکی همین من
همین مسنجر، تمام چیزو همین فقط کامنتاریا زیدی محمد اقبال. این دیگه برنامه تشکیل کردن و عکس من میمونن و تحقیر میکنن و هدف چی است؟ یعنی که این کار خوب است. من میگم که فرمای جواب باید کار کنه تو اینکه ملت و مردم در حرکت باشن. یعنی تشکیل شوی فرمای جواب، کمیته دولتی امنیتی ملی یا رستم یا بخش جوانان یا ایدئولوژیش خیلی که میدونن ایدئولوژی به ایدئولوژی، یعنی که تشکیل کردن بر علیه ما تو اینکه یک حمله های شدید بر علیه ما صورت بگیرد، تو اینکه یعنی که ما را که گویا تحقیر کنن، ما را هر تهمت در دنیا هست یعنی که در سر ما بگیرن بریزنش. برای چی؟ به خاطر اینکه من میپرسم که رحمانوف کجاست، یا اینکه همین کاری که امروز کرده ایسم یه هفته پیش هم میکردمش، یک ماه پیش هم میکردمش، در دکبر هم کردمش، در نویبر هم بود. من 10 سال کار کرده ایسم. خب از سال همین 19 شم که حساب که 18 حسابش که تو امروز هم هر 24 ساعت همین کار من انجام داده ایسم. فارغ برای مبارزه 24 ساعت انجام داده ایسم. ولی به این شکل هجماتی که امروز بر علیه من شده است، یعنی من یک وقتا بود سال 2021 22 یعنی که بود به همین شکل تا 23 در منبر مهاجر حمله ها یعنی که صورت میگرفتن از تمام ناحیه ها و مقام، یعنی که دیگر منطقه های کشور صورت میگرفت، مجبوری مردم وارد میکردن که خوب دیگر این معلوم. ولی این شب و روزها در این قضیه با این شکل شروع کردن هدف از چی است؟ هدف بازم از چیزی درک میتید. فهمیدید؟ همه این کارهایی که میکنن ما تحلیل میکنیم و تحلیل های خود ما برای شما گفته ایستم. یعنی من نو مبارزه نبرده ایستم و این شکل های هجوم ها بر علیه محمد اقبال و اصلاح یعنی که کهنه قدیمن، جدید نیستن. ولی در یک یعنی که فیسبوک تو 400 500 نفر نوشتن، تهدید کردن، تحقیر کردن، عکس را موندن، تمام نمود عکس بر علیه من نشر دارن، همه کار انجام داده ایستن. یعنی هدفشون چی است؟ تا اینکه بر علیه ما هر چیزی که میتونن مینویسن میمونن، فقط مبارزه برده ایستن، فقط یعنی که بر علیه ما کارشون انجام داده ایستن. یعنی اینا همش دلالت بر آن میکند که رحمانوف یا مرد از پدن علی، یا اینکه در حالت مرگ است، یا اینکه در درون کدام مرگ ایستادگی انتظار هستن که رستم قضیهش ببینه، وظیفه کارش تمام انجام بده و یعنی وظیفه را بگیره، یا دیگه دیگه ما یگان گپ دیگه نیسته. بله واقعا هم یعنی این همه وضعیت و این همه حالت ها دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر آن میکند که ما در یک حالت هجمات خیلی سنگین قرار داریم و این هجمات سنگین دلالت از چیزی میکند. ما نیاز نداریم که برای ما بگه پیشوای ملت رحم میسازه، پیشوای ملت. برای ما پیشوای ملت چیکار میکنه نمیکنه معلوم است. میگه همون چیزی که در درون دیگه گفتی، اما اوچم چیزی بچم در درون دیگه در درون دکاولز میبرویه، اما چیزی که یعنی که در همون وطن است این ملت میدونه و میبینه و از همه دا آگاهتر است و وضعیت خوب میفهمه. پس برای ما چیکار کرده است، چیکار میکنه و صلح آورده است، این گپا دیگه یک گپای افسانه. همین خونت برای همین زنت 24 ساعت یک گپت بگه چی میگوی؟ تو میگو التماس یا خب که در جنوب زده. با خدا ای سال همین 97 98 99 همین 2000 که سر کرد بعد همین صلح جنگ 91 92 93 همین 91 92 95 همین که گفتن از سر کرد، اینا همش دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر آن میکنن که یعنی برای ما بعضی از حالت ها را میخواهند که بازگو کنند. ما خسته شدیم از جنگ، ما خسته شدیم دیگه از نام جنگ گرفتن، ما خسته شدیم دیگه از اون چیزایی که یعنی که ما را میگن. یعنی ما میخوایم زندگی نومونه بکنیم. تو قطعی زن از شناس شده 20 سال پیش 30 سال پیش همین بیاید زن بشینه ای دیا داری تو پیش من اومدگی بدی در دست یا تریب بود یا برک زرد بود یا تریب بود، خیلی میگو یا برای یا تاریخ بود بوب که بیا با هم گپ بگه بوب که دیگه بیا با هم گپ میگه پات احمقی چی یو خیلی بار گفتیش بس دیگه خیلی دیا سال یا بار بگوش هم وقتی یعنی که گدافشینای تویمون بگو که فهمی من میگه پا او شرط نیست که 24 ساعت هم یا گپ بگوی دیگه. یعنی این چیز تر فضیلت نمیتیه کوخی، این چیز تر اگون قدر تبلا نمیکنه کو چی در کره که همین ملت فقط سال 91 95 سال همین 97 سال 2000 مثلا
26 قرار داریم، ما را ای سال 95 94 93 ای جنگ شهروندی بگه. ولی ما میخواهیم که از امروز و برای امروز ما زندگی کنیم. ما میخواهیم برای امروزی، یعنی که وضعیت ما و شما هست، آنچه که حالت ما هست، ما میخوایم از همون امروزه واقعی باید خبردار باشیم. یا پدر میشنه بچه‌ش میگه بچه‌م دمایدکی تنه تبدی تو کودکیش میفهمونش، تو فلانش میفهمونش، یعنی که از تاریخی باباش نقلش میکنه، بابا تنه تری بود، انا ای اولادی تو، انا ای است، او تو تاریخ بچه‌ش میفهمونه، یا بچه‌م اینه بابات، اینه ایشه، اینه ایشه، اینه ایشه، اینه شجره تای، اینا ما از اینه اولادیم، اینه این است. او تاریخش میفهمونش تو اینکه اون دیادش داشته باشه تا اینکه با فرزندش بگه نیکی فقط بالای همین ملت تحمیل کنی و تحقیر کنی و همین ملت باید به یک شکلی بدترین وضعیت بیاری گرفتارش کنی. ولی بازم بگوید تو حقوقی چی نداری؟ پرسیدن نداری که پیشوای ملت در کجا هست. چیکارش میکنی پیشوای ملت در کجا؟ من کارش دارم، من شهروند همین کشورم، من کار دارم، میخوام بدونم رحمانوف کجاست. من میخوام بدونم رحمانوف کجاست. همین ملت و مردم تاجیک همینجا 3000 نفره که برنامه تماشا دارن میخواهند بدونن که رحمانوف کجاست. یگان گپ دیگر نیست. ملت و مردم میخواهند بدونند و بفهمند که رحمانوف کجاست. برای ما بیارید بگید که رحمانوف کجاست و برای ما یگان خیل ساخته نکنه. پیشوای ملت امروز در ملاقات با فلان کارمندان در مسئله مواد مخدر و گرائین و قیل اسب صحبت کرد. این طریقه پا ما در کار نیسته. ما در ببراره رحمانوف زنده جیوای خودش گپ زنه. ما همه وضعیت و حالتهای شما را میدونیم، همه وضعیت و حالتهای شما برای این ملت. شما یگون مریخ آمادگی نیستی. همین شما معلومه که اکجون شما یگون اویلای نیستی که یعنی که سوپر باشه و دیگه یگون چیزی شما را هیچ کس نفهمه. همه همین ملت وضعیت و حالت شما را میفهمن و میدونن. لازم نیست خودتون یعنی گارینی بگیره گفتم او مردا که شما گارینی که اوردرینو با ویلکام میخره دیگه. ما میدونیم که شما کی هستی اخی. چی در کار خودتون رو با شش با 25 ضرب میزنید. یعنی واقعا فیسبوک پر از توهین و تحقیر محمد اقبال است. دیگر اینها کار ندارن جز از همین. برای چی؟ به خاطر که کار دستغون رستگیه. برای اینکه دیگه محمد اقبال برآورد آشکارشان کرد که شما کی هستید، شما چیکار کرده ایستادید، رحمانوف کجاست. توسط سمیکا و توسط برنامه نامه ها و توسط برنامه نامه علاهده و توسط تحلیل ها و توسط اون چیزی که یعنی که اوزاده رحمانوف دزدی داره و غارت داره و مردم یعنی که پلاشون میلیون هر ماه تا 7-8 میلیون 10 میلیون دلار از تمام مردم اروپا و فرانسه و کانادا و یعنی که بلژیم و فریب کرده مردم پول گرفته است از توسط قلابی. تمام همین عکس ها و تمام همین ها حالا بر علیه ما یعنی که درست شده است. فرمای جدید تو خر میکشن، خر من برداشتم ده بالا خرج تگی رو بدونم در حالاتی که خیلی چی بگیم یعنی دیگه اینا را چی میگن یک حالت هایی که دیگه نمیدونن چیکار کنن. تمامی تهمت کردن دیدن که نچسبیده است. تمامی آن چیزی که باید بکنن انجام دادن دیدن. این تهمت ده ببره بگه پیشوی ملت کسالت حقش دعا کنی. در مسجد و مردم دعا کنن که پیشوی ملت شفا بیاره. تمام یکون پرابلم اینه. مردم خیلی گریه میکنن. رنگی کره آوره کیمچین کونه کیمچین یگون چیزی دیگه رنگی همون دعا میکنن در حقش. یکون پرابلم نیست. ایزو نکشه. کسل شد بگه کسل شده است. تو اینکه مردم یا دعا کنن یا اینکه دعا کنن خداوند گفتی همون ذوالفقار خدا غندش کنه یا گفتی همون که خداوند دفعش کنه پدن حالتا یکون دعا کنن در حقش. از دروغ نگی. این مردم دیگه فریب نمیفهمه که شما یعنی که پیسه نمیکنه فریب دروغی تره. فریب یگان آدم را میکنی یه بار فریب میکنی، دو بار فریبش میکنی، 3 بار. اما نیم عصر فریب مون کیسه دیگه ما سیت تا هم یارا سرش دیگه ما دروغ فریب شما برا فریب کنه میتونی. اوزاده فایده نداره. فیونا جان چمپیونکا فایده نداره. کارت انجام بودی پدرتا برای ما را معین که رستم مجلسای تو رئیسای نوحیه ها را خیزوندن چیست دستکو پیشی بر کردگی گفتی گپو شکم دم که اگه قافلان بای قطعی گفتی گپو رئیسای ولایت و رئیسای شیخ خستگی در پیشت یا فایده ندارن برای مورا. تر اگر مقعدت میلسن چیکارت میکنن؟ دستاشو پیشی برای سراشونو در پیشی پد میگیرن
هیچی فایده تو نداره. شما باید این ملت ببروین مشخصا و معین کنید. مراد برود قطعی مرادی برود قطعی برای معینش کنید که چی گپه چی خبر است. ما هیچی چیزش ما طلب نکردیم. تنها طلب ما همی است که برای ما معین و مشخص کنید که رحمانوف کجاست. رحمانوف کجاست؟ اینم قچیز از شما میخوایم. یگون چیزی دیگر از شما ما دیگر نمیخوایم. ما مگر یعنی که نمیتونیم فهمیده که رحمانوف کجاست. و اگر که ما وقتی که خواسته باشیم که یعنی که معین کنیم که رحمانوف کجاست، آیا این یگون یعنی که کار غلط است؟ آیا این یگون یعنی که کاری است که یعنی این ملت و این مردم حق و حقوق پرسیدن رحمانوف کجا بودن ندارن؟ یعنی دارن. پس ما و شما این ملت، تمام مردم تاجیک که امروز ما را تماشا دارن و دیده ایستن و میفهمن، یعنی هدفشون کجا هست رحمانوف. مردم خرسندن، واقعا مردم خرسندن که رحمانوف یعنی که نیست، این نابود شدگی. ما اینجا نظرسنجی هم اینا موندگیم در اینجا که یعنی مثلا شما رو خبر سلامتی یا مرگ رحمانوف خوشحال میسازد، یعنی که البته مرگش خوشحال کننده است. حالا خیلی میخوام که سلامت باشه. 13% مردم هم یعنی که سلامتی پیشوی ملت هم میخواسته بود. خب خیلی خوب، اینا ما نمیتونیم دروغ بگیم که نه 99% مردم طرفداری مثلا مردن رحمانوفان. نمیتونیم دروغ گفته فریب کرده. همین نظر سنجی است، همین ملت است، همین مردم یعنی که آواز داده ایستن و میخواهند یعنی که مرگ رحمانوف خوشحال کننده 87% میدونه. 13% دیگر میخواهند که پیشوی ملت چی باشه، یعنی که سلامت باشد. بازم ظلم یعنی بدبختیش بالای این ملت ادامه دادن بگیرد. یعنی این از وضعیت و حالتی که این ملت چیکار میکنه، یعنی میخواهد که چیزی را بفهمد یا اینکه میخواهد وضعیت و حالتی که قرار دارد یعنی آگاه باشد. پس ما و شما چی میخواهیم؟ ما میخواهیم که رحمانوف کجاست، رحمانوف در کدام حالت قرار دارد، برای چی رحمانوف نمیبروید. انا همین وضعیت و انا همین حالت همین ملت و همین مردم میخواهند که از یعنی که عائله امام علی رحمانوف بشنوند و بفهمند. ما اینمی قچیزه میخواهیم. ما دیگر یگان چیزی دیگر نخواستیم و ما یگان خیلی پیشگویی نکردیم که مرد است. ما یگان خیلی تحلیل فعلا یعنی که نمیتونیم بگیم که قبولش کنیم بگیم درست است و همین حالت و همین وضعیت است. تنها میخواهیم که بفهمیم رحمانوف کجاست. کسلای در درون مورکای در گفت گپاش خیلی که خبر دینگینه اومد در مکای در کرملای در گفت گپا تیبتای در خیتویای در آلمانای در که جا هست رحمانوف برای این ملت باید که عائله رحمانوف معین کنه. شما دیگه فریب کردن دروغ کردن قطعی خودتون نجات نمیتونه داده. اگر یگان رسانه نگه اصلاح تا روزی که رحمانوف نیست، این همی از نبودن رحمانوف یعنی که میپرسد تا اینکه شما را ما یعنی که کم مبارزه نبردیم، یعنی که هدف ما برای همین جوگه زدن همین پدنالت بود. ما مبارزمون تازی را برای همین بدون توقف بدون استراحت. روز یکشنبه درباره کودکان استراحت داری، محمد بول استراحت نداره، مردک برنامه داره کار کرده است. روز چهارشنبه برنامه داره مستقیم در هفته دتا تمامی کاری که داشته باشه میپرتایش میآید کارش انجام میتیه. حتی راندیوهای دخترم که روز چهارشنبه میموننشون میگم بخشش روز چهارشنبه برای من نمانی، روز پنجشنبه حتی دختر که سلامتی است میگم خب به روز جمعه بعد از جمعه مونش یا اینکه هر روز دیگرش مون که من نمیتونم روزی، یعنی که حتی تمامی خانواده هم میفهمن که روز چهارشنبه یگان نمود خیلی چیز وجود نداره که و پدبایش برای که مبارزه میبریم. از تناپذیر و علیه همین رژیم مبارزه برده ایستیم. یعنی ما مبارزه برده ایستیم وقتی که میپرسیم که رحمانوف کجاست. یعنی ما این حق نداریم، داریم این حق. پس یعنی که دیگر از این بیشتر برنامه مون طولانی تر در قضیه نمیکنیم. تنها رحمانوف کجاست و باید که رحمانوف یا عائله رحمانوف برای ما نشان بدهد. ما دیگر هیچ سوال دیگری از این عائله نمیگیم که برای چی برق کشته، نمیگیم برای چی برق کجا داده. ما بعد خودمون که یعنی که دولت در دست خودمون کی زد، بعد میدونیم که مردم یعنی که 29 ساعت برق داشته باشه یا اینکه 22 ساعت برق داشته باشه یا اینکه چی داشته باشه، با مردم و با ملت مصلحت کرده هر چه که همین ملت بخواه همون کار انجام میدیم. نه اینکه فریب، نه اینکه یعنی که دروغ، حیله، تحقیر، تجاوز، بدبختی دیگه یعنی که این ملت نمیخواد. این ملت میخواد بفهمه شخص تجاوزش کرده است.
دینش منع کرده است، اسلامش منع کرده است، زندانش کرده است، پناهندش کرده است، دربدرش کرده است، حقیرش کرده است، چوماش کرده است، جمشید روشنش کرده است، چارنژاپش کرده است، تروریستش کرده است، اکستریمیستش کرده است. لعنت کرده الله در کجای میخوایم بفهمیم؟ یگون گپی غلط نگفتیم. خداوند یعنی با بدترین وضعیت گرفتارش کنه که او با پخته در حلقش بچکنن لعنتی رو، ولی میخوایم ما بدونیم در کجای. خلاص دیگه برای ما لازم نیست که یعنی که ببروی چند نفر احمق شما دیگه شما پیشو ملت دکجا چیکار میکنید. من ایهاز میگم کدومی که برومد اگر در سوال جواب گفته هدف منظور از رحمانوف دکجا هست ما مرحمت صحبت میکنیم، یگان مشکل نداریم. ولی دروغ و حیله و فریب چی در کره ده مسئله برق ده مسئله اسفالت تشا مردم تری میکن تشو ای گپو برای ما لازم نیست. برای ما مقام دارد ببرو، نخواه یگان وزیر رحمانوف حمایت نکنه، نخواه یگان وزیر نتونه برآمده گفته که سلام علیکم من میخوام برای دکجا بودن پیشوی ملت برای شما چیکار کنم، برای شما معلومات بدیم. هم خکا گفته نمیتونه یگان وزیرت. اسماعیل نمیتونه ای باباش حمایت کنه یا زدگی بابا را. خیر رستم آزاده که اونو دیگه تمام که دیگه مقام دارد نمیتونه ببروی سلام علیکم من فلان مقام دار من میخوام که از پیشوی ملتم حمایت کنم، پیشوی ملتم انا این است، پیشوی ملتم در این حالته. چرا نمیتونه گفته؟ برای اینکه در هیچ کس همین رحمانوف لازم نیست و هیچ کس در فکری همین رحمانوف جز از همین بدبختیش که میخوان دفع شوی لعنتی دیگه هیچ کس خوبی برای را نمیخواد. برای اینو کاری خوبه برای این ملت نکردن که این ملت یعنی که خوبی را برای اینها خواسته باشه. خوب بیننده عزیز گرامی، بله آن چیزی که میخواستیم آغاز برنامه ما در همین قضیه است و البته معلومات های جانبی دیگر در قضیه های گوناگونی که در اسفره رسید برای ما در بعضی از و یعنی که بخشای وزارت کارهای داخلی رئیسای نوتعینی که تعیین کرده شدند چه حالت ها را بالای مردم یعنی که آوردن، مردم را گرفتار کردن، برای اونها برای ما معلومات رسید. در حالت های دیگری هم از منطقه 5 از قرغان تپه از حصار برای ما معلومات های عجیب رسید، از ریگر. یعنی که این معلومات ها الحمدلله که روشان ما کار میکنیم و روشان کار کرده استودیم. بازم معلومات های جالب از یعنی که همون شرالی کبیروف و چنم دارد کامل میرزا علیف الحمدلله معلومات های جالب و جالب تری رسیده استودن و رسیدن. در مورد احمد کلبسه، در مورد یعنی که بعضی از افراح یعنی که حالت همی الحمدلله برای ما رسیده ایستاده است که این دلالت بر یعنی که آشکارا بودن و وضعیت و حالتهایی که الحمدلله این ملت و مردم دیگر نمیخواهند که یعنی چنین ظلم و چنین بدبختی را یعنی در خودشون ببینن و دیگر از رحمانوف و از وضعیتی که بر سرشون این رحمانوفی پلید آورده است واقعا خستش دیگر و خستگی این ملت واقعا هم دیگر یک خستگی نیست که این مردم دیگر یعنی که نمیخواهند دیگر رحمانوف باشد. به خاطر آگاه شدن این ملت از تمام واقعاتی که در داخل کشور صورت میگیرد، این یعنی که چشم این ملت کشودن و این ملت به یعنی که آینده یکی باید انتظارش باشد دیگه فریب نخورد. ان شاء الله که ما تا آن روزی که هستیم و میتوانیم آگاه کردن این ملت و مردم یعنی که ان شاء الله کارمون انجام میدیم. در قضیه های دیگری که ما باید کار کنیم ان شاء الله که کار ما ادامه دارد، کار ما ادامه دارد در حالت ها و وضعیت هایی که باید انجام آن کارها یعنی مهم باشند. ان شاء الله که کار ما صورت گرفته است و امیدواریم که ان شاء الله همه آن چیزی که ما کار میکنیم و کاری که انجام داده ایم ان شاء الله که تقدیم این ملت، تقدیم این مردم خواهد شد. خوب و الحمدلله چنانه که در برنامه های گذشته آغاز برنامه من با آخر رسید و آنچه که معلومات ها از اصلاح همین را برای شما بگیم. خوب خدا را شکر ماهی انور به شکل بهترین خدا را شکر انجام یافت و تقریبا میتونیم بگیم که هر روز برنامه تقدیم شد غیر از روزهای شنبه یک شنبه که در شبکه یعنی که در اصلاح نت مطالب نشر نکردیم. حتی این شنبه دیروز بود نشر کردیم. اگر ببینیم که یگان روزی کاری
مثلا چهارشنبه گاه امکانی نشر شدن نمیکنیم و اونم با روز شنبه. بعضی وقت ببینیم اگر معلوماتی یعنی که خیلی مهم هست تا روز شنبه هم حتی 6 روز در یک هفته مقاله ها میمونه. ولی در مورد ویدیوها الحمدلله دیده استودید که هر روز ویدیوهامون نشر کرده استودیم و همون کاری که باید انجام بدیم 125,000 1250 ماندگی است. برادرای گرامی باید که همون کاری ما تقریبا الحمدلله میتونیم بگیم تمامی برادرانی که در اصلاح بودن یعنی که ماهی انور تقریبا همش و بهترین وجه الله برکت بده تمام برادران و آنانی که همراه اصلاح هستند کار میکنن. تنها یک نفر مونده است که انشاءالله امیدواریم که یعنی که تا نهایت همین هفته تمامش کنیم و این هم یعنی که با فضل و برکت الله سبحانه و تعالی که تونستیم خیلی کارهای را انجام دادیم. خوب بیننده عزیز گرامی، در همراهی کردن با اصلاح همون یعنی که میتوند که 2 نفر یعنی که در همین قضیه که ما فعلا داریم 62,500 یا که 625 یورویی یعنی که تشکیل کنن، 2 تقسیم کنن یا اینکه هر سه که باشد تا اینکه ما بتونیم یعنی که کار در این سمتی که باید ان پرداخت شود انشاءالله که پرداخت کنیم و کارمون ادامه پیدا کند. خوب امیدوارم که انشاءالله ملت و مردم میبینند و آنچه که باید انجام بدیم انشاءالله به یک جایگی انجام میدیم. خوب بله، در تلگرام اصلاح بیننده عزیز گرامی آبونه شدن به تلگرام اصلاح ببینم تاجیکو در تمام تلگرام ها آبونه‌اند یعنی ولی اون چیزی که براشون معلومات میرسد اون چیزی که براشون خیلی مهم است در تلگرام اصلاح یعنی که آبونه شوید اون برای چی یعنی که کم میکنید. اصلاح وقتی که شما آبونه میشوید در تلگرام یعنی که اون چیزی که مطالب نشر میشود، اعلان هایی که گذاشته میشود، اما اون چیزی که گذاشته میشود در تلگرام اصلاح و میگذاریمش تا اینکه براتون آشکارتر و معین باشد. با مدیراتوران اصلاح تلگرام اصلاح در کانال در کامنتاری ها گذارید و برادرانی که مقاله می نویسید یا اینکه نامه می نویسید یعنی که نامه شما همیشه بدونید که قبل از اینکه اون در برنامه نشر شود یا اینکه در اصلاح اون اول مقاله نشر می شود. مثلا فعلا یعنی که مقاله 226 نشر شد، مقاله 226 ولی فعلا در دست من نامه 333 یعنی که 333 رسیدگی یعنی که آموده کردم من 334 335 میره. اکنون فکر کنید که حالا فعلا 223 تماشا کرده 224 225 26 تا 333 میرسیم. ممکن یعنی که اگر کوتاه بچه‌ها کار کنن خوب کار نکنن یعنی میشود که مرد میگذره و همون خاطر شما فکر نکنید که هر یک چیزی که یعنی که اون چیزی که ما نشر میکنیم اول شما نویسید در تلگرام اصلاح میتونید که ببینید اونه یعنی که مقالش در سایت اصلاح اونونه که تلفنی اندروید دارید پس همون پروگرام را اسکچت در یعنی که اصلاح نت اسکچت کنید در تلفنتون هر یک مقاله که نشر میشود در یعنی که تلفن های هوشمندتون میتونید که مطالب اصلاح خوانید. خوب بله بیننده عزیز و گرامی تا اینجا بود رسیدیم به نهایت صحبت آغازین برنامه های منبر مهاجر که همیشه تا همین دقیقه ها ادامه میافت و امیدوارم که انشاءالله در طول برنامه که ما و شما هستیم همه با هم میتوانیم صحبت های خوب و معلومات های خوب از برادران و خواهرانی که هستند. مادران گرامی داخل برنامه شوید صحبت کنید. امیدواریم نظرهای شما و اندیشه های شما مردان ملت و فکر کردن و اندیشه کردن بیشتر وادار میکنند و میتوانند انشاءالله که برای آزادی و برای نجات این ملت کارهای خوبتر و بهتر را انجام دهند. خب 291 نفر در گذاشتن لایک ها کوتاهی نکردن که الله برکتون بتید و همگی 565 نفرم در نظرسنجی اشتراک کرده است در گذاشتن لایک ها و انتشار برنامه تا اینکه همگان ببینند و شکلی گزینه‌ای که برنامه‌ای که شما فعلا دیده استودید به دو شکل هست کدامش به شما پسند است، شکلی که به مانند تلفن است یا اینکه شکلی که به مانند یوتیوب است میتونید در کامنتاری ها اینم نویسید و مدیراتور هم جمع میکنن و نظرهای عمومی را انشاءالله که ما
میتونیم که بعد مشخص کنیم که کدام شکلی که مردم بیشتر تماشا میکنند در یوتیوب تا برامون انشاءالله که معین شود. خوب، این آغاز برنامه بود. انشاءالله که امیدواریم بیننده عزیز و گرامی و اونانی که با ما هستند همراه بودن با اصلاح فراموش نمیکنند و انشاءالله که ما و شما با هم میتوانیم کار برای آینده این ملت و این وطن و این مردم همه با هم انشاءالله که انجام دهیم. خوب، اگر برادران و خواهرانی که میتوانند وارد برنامه شده وارد شوند صحبت کنند. فعلا آغاز برنامه ما یعنی که به همین بود. بله، خب 310 نفر از برادران رقم واتساپ اصلاح هم گذارید. 581 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن ماشاءالله و فعلا در اصلاح 30 نفر در نوشتن کامنتار فعالتر هستند. اگر از همین 3200 نفر که تماشا دارید علل اقل تلویزیون هم که باشید لایکاتون هم میتونید گذاشته، میدونید تلویزیون همون پایانش میکنیم یه لایک ده هیچ مشکلی وجود ندارد. در تلویزیون هم که تماشا کرده ایسا باشید از گذاشتن لایکاتون هیچ مشکل نیست، میتونید که لایکاتون رو بمونید. و برادرانی که در فعلا تماشا دارید 590 زیر 600 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن که 87% اینها البته مرگ رحمان و خوشحال کننده است. 13% خیلی میخواهد که پیشوای ملت سلامت باشد و بازم در ادامه ظلم ادامه دادن بگیرد. خوب دیگر یعنی که آن چیزی که هست همین است. خوب، فعلا بله 2980 نفر تماشا دارن برنامه را. البته در یوتیوب 2100 نفر و با دیگر برنامه هایی که هستند در فیسبوک هم همچنین، یعنی که برنامه بله خب این یعنی که چاپلوسای رحمانوف در چینام دارد در کامنتاریه هایی که دشنام میکنید مرحمت زورت بیایید صحبت کنید، از پیشواتون حمایت کنید، ولی وقتی که سوالت میکنه سوال جواب بگو. سوالم کردی سوال تا جواب میگم انشاءالله. خوب، خب بعضی برادران میگن که ما میخوایم که رحمانوف زنده باشد تا اینکه زنده بقپیمش. خوب دیگر اون یعنی که فکر شماست. در اوجا برادرای ما هم که زنده باشد که تا زنده بقپیمش این طریق فکرم بوده است. برادران دیگر می نویسند که شما این وضعیت یعنی که وضعیت عادی ندانید، یعنی که همه آن کاری که میتونه در این شب و روزها باید مشکل کنیم، یعنی که کار کردن در کار است. بهترین ما کار کرده ایستیم، ما هر چیزی که از دستمون میآید کارمون انجام داده ایستیم انشاءالله. به این شکل هم نیست که ما یعنی که خب باشیم یا این که کار نکرده ایسته باشیم. بله بله بفرمون. دوید بن گوریون یا اسرائیل باشه. بله دوید. خوب خطاب. سلام درود استاد، امیدوارم خوب هستی. علیکم السلام. بله برادر. امام علی کجا هست؟ میگن انشالله و رحمان و بزرگی پروردگاری سرنگون میشه و اگر که نیرنگ بازی کرده باشه این لعنت کرده یا الله و همون نیرنگش الله گرفتار میکنن که سرنگون میشه و انشالله. من فکر میکنم این حرامزاده
دشمن دین اسلام اگر که مردگی باشه همین رمضانی ده میبرورن فرشته بود اولیا بود گفته برای مردم خب دهنش محکم کردن تا اینکه آدمی نغز بود رمضانی ده مرد گفته همین خیلی میبرورن. این فکری من است استاس. یکم دوم اگر که نمرده باشه با اگر که خیزه تو رمضانی ده یکی کلغاوس یکی میخیزه برآمد میکنه تبریک میکنه آنا استاس چی گفته میبرورن. اگر که رمضانی ده نبرومده انشالله و رحمان همین خیلک این اوجه نیست میشود 99% گارانتی کردی با امر خداوند انشالله پروردگار دوم به درگاه قبول گردونه. اینو دونین که طرفدارای امام علی انشالله به امر خداوند دعای من شما سرنگون خواهد کرد. من افسانه نمیگم. یک خیل انسانایی که من میدونین نخندین اگر که خندین پروردگار با بلای خوب گرفتار تو کنه با میفهمین. انشالله امام علی و طرفدارانش همو بچه‌هاش و اولادش و طرفدارانش اینا گوش کنین که دعای من شما سرنگون خواهد کرد. 2026 همتون سرنگون میشین با امر الله. الله شما را خور و رسوا کنه. پیروزی در دست ما است انشالله. هموطنان نترسین. این سگانی که از قفای من شدند و من نمی کاری که کردن انشالله من شما سگوی جواب میگیم فردا. در همین اگر که در همین دنیا که اگر که وخریم انشالله عمرم باشه انشالله من میدونم شما کدی چیکار کنم. انشالله پیروزی نزدیک است استاد محمد اقبال. اگر که اون چوپلوس یگون حرامزاده در اومد انشالله بعد با گشته میتونم بعد قبول میکنیم. خب شربچه جیلکولی بچه بود برامادیت از زرینه نمیتونه گپ زده ایسر بدروی زرین. خب زرین درآمد برآمد. خب بله خوب بله بیننده عزیز و گرامی که فعلا برنامه اصلاح تماشا دارید و 333 نفر در گزارش دقیقه و 637 نفر در نظرسنجی اشتراک کردنش یعنی که اشتراک کردن. شربچه جیلکولی میکروفون تا گران که گبزه. بله بله شربچه جیلکولی شربچه جیلکولی بفرما میکروفون تا گران که گبزه. جیلکولی جیلکولی صدا هست؟ شربچه جیلکولی بیک صبور. دوملو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله. تمی که موضوعی گذاشتن یکی این روز احترامش را میگذاریم کمی اگر اجازت موبتی تقلانان نسبتش تحقیر نمیکنیم در قضیه جناب رحمانوف میخواستم کمی شرح کنم یا که نظر خدمت کنم. اگر که در همون برآمدی اخیری سالانش وقتی که در پارلمان پیش مردم برآمد با همون صوت های 91 زنهای توجیک یعنی زنها و خواهرای ما را تحقیر کرد با همون وقوقای زیادیش همونجا اگر اهمیت داده باشی چهره همین رحمانوف مثل چهره های مثل سالهای پیش نبود. یکی چهره بگیم که خسته بود. این خیلی خودش بیا معلوم که لباش پاک بدن همین خیلی لبا و دهنوش خیلی یه نفر که کسلی میشوه که تمام دیگه همو میدونی که انشالله که حضرت عزرائیل قفو شای همین نمود میتوفت همین رحمانوف در همون منبر وقتی که گپ میزد. این یک تا بعد دیم که اینجا یک کاری دیگر آمد یک هفته شدت خود وقت تحلیل دارم میره دوملو هر جا کردم میگم همین سین سالش رفت در همین سالی نوازی زپای رفتگی تو حال هم وزی خود آمدگی نیست. این دیم سبب
دیم سبب سیم سببش که من فکر میکنم در همین موی مرد تغییرات در سیاست دولت شوه، یعنی سردار دولت ممکن خودش از سر قدرت بره رستم بیاره بمونه. ممکن همین رستم کنترل داره، خودش کنار ایستادگی رستم کنترل داره و ممکنه که همین موی مرد همین بری بالا مرد اپریل ممکن همین کرسی پرزیدنتی را بر رستم گرچیک بسپاره. من همین سه چیز را همین چی دارم در دنلو، در همین سه چیز شبهه دارم. یکم که مردانش شکلش مثل آدمای مریض بود، دیمش که از حساب الکل یعنی بسیار بد می‌نوشه که آخر رحمانوف خودش هم اگر خطا نکنه فابریکای اسپیرتای همون چیزی که برزیش در او حل میشه و دیگه از حساب الکل ممکن میگم زپوی رفتگی وقت نامده است. سیم که همه چینه جایی واسه کنی قدرت ایواز میکنه قدرت بر رستم. همین سه چیز هست. من نمیدونم که اگر یک سوال دارم دولت خودت که همین سوالی من اگر میبخشی اگر که کم چی باشه خدا رفته و اگر همین جناب رحمانوف مرد در حقش دعای نیک میکنی؟ اینه مردانوار جواب تی مردانوار در حق رحمانوف هیچ وقت من دعای نیک نکردم و هیچ وقت دعای نیک نکردم. اگر بم برم الله لعنت کنه رحمانوف زنده و مرده شه، الله عبرتش بگردانه لمن یعتبر. فرعون هم مرده است، ابو جهل هم مرده است، ابو لهب هم مرده است. نمیرفت که مرده است لعنتی، یعنی که زندگیش چکور کرده است مردهش هم همو آدمای اگم خیلی که رحمانوف بدن حالت کثیف مرد کو اگم خیلی فرقیت میکنه، هیچ فرقیت نمیکنه. خدا نکنه که ببره پلیده دما مرده رحمانوف در کار نیست، دما رحمانوف زندهش در کاره. برای ما زنده رحمانوف در کاره. دعای نیکی این ملت هیچ وقت نمیگیره، همه وقت در سجده هم الله لعنت کنه اللهم ادخله آل فرعون اشد العذاب، میگه الله ادخل آل رحمان اشد العذاب. یا الله بدترین عذاب برای اینها را هم در دنیا و هم در آخرت ان شاء الله حاضرشون کنه که عبرت باشد برای لمن یعتبر، تا اینکه عبرت بگیرن برای دیگر، تا اینکه هر نفر آینده پرزیدنت بشه باید بدونه که ندزده، غارت نکنه، هیچ تبارش نبره، جمع نکنه، فریب نکنه، قانون اساسی را تغییر نتیه. همه این کارا را باید رحمانوف همین تا سیم ولیج خیلی که خچا پیشوای ملت اساس گذاری صلح و وحدت انا همین خیلی دیگه آدم جنگ قرار داد خچا لوبای چیز نون کرد. انا همین رحمانوف این ملت باید همچنان بسازه بعد از مرگش که پرزیدنت میشیدگی شو خوش نبره. با خدا داملو یک گفت میگم یکمش که ما مردمی توجیه در پیشوا ضرورت نداریم، یکمش دیگه که اگر قدرت تغییر بشه و این بدبخت نابود شه یا که بمره یا که یگان تغییرات شه در دولت، ما باوری اطمینان میتیم در همه جا که دیگه مردم از نام پیشوا رنگی که یک الرژی میشه که در بهاری در یگان چیز همون الرژی میشه و نظمی را اسم پیشوا ما توف کردیم در اسم پیشوا. همین چنان رئیس پیشوا مثل رحمانوف ما اگر قدرت تغییر کنه کدام یک سری دولت بیا و دعوای پیشواگی و دعوای کلونی بات کنه میگم گوش که اینجا پایم بفرای کرسی توف درون میگم برای گم شم یک کسی که ما را پیشواگی کنه خدمتگار دما در کاره دما پرزیدنت و آدمی که خدمت کنه ای که من گاری داملو من همین تفکر دارم خطا نمیدونم ممکن که آینده خود یگان انشاءالله یگان همون مذهبای کلونی دولت ده کار کنی ممکن این انشاءالله امید دارم پرزیدنت که نمیمونیم برای نقشه های دیگه هست داملو تره نقشه های دیگه هست ما و تو مهمترین وظیفه ما انجام دادن کار مونای همین ملت به همون خاطر داملو یکم در دولت آینده هر کدومی که سر قدرت میآید از وزیر از کبیر نمیدونم از امینوش همش مال انوالش حساب کرده میشه و وقتی که از وظیفه رفت با هم مال انوالش حساب کرده میشه. دکلراسیا باید حتما دکلراسیا باید شود یگان صحی از تندرستی و معارف گمرک نمیدونم صنعت از همه جا تفتیش میکنند دیگه. دزدی باید از بین بروه، کروپسیا از بین بروه. یک دولتی باید بسازیم که نمی مردم نمی نفس بگیرن کو بفهمن که نمی نفسی درونی وطنی خودشون میکشن. این خیلی حاضر نه که نفس میگیرن
حبیب الله واحدزاده را گفتن که میگفتیمش که بسیار آدم خوبه، بسیار یعنی که آدمی کراچی دز نیست چی نیست. یک مؤسسه ولی با خیلی بیشتر معلومات براتون میتیم. اگه گپ زدی در جای گپ اومد گپ زدی سم اگه نگفتنیش نبودم خیلی میگم 44 تا خانه در شنبه دوره 44 تا خانه پروکورور گنرالی تاجیکستان حبیب الله واحدزاده وقتی که سنجش قفوش موندگین که هر یک قدم وزیرای قدرتی را باید بسنجن 44 تا خانه حبیب الله واحدزاده در شنبه دوره 144 خانه این چنون دوره معاونش بود که رئیس رودکیش موندن عبدالغفار چیرون دوره حکمت الله زاده حکمت الله عبدالغفار که رئیس سابق رودکی 144 تا 150 تا خانه تمام قرار برآوردگیش نصرت الله سلیم زاده در رودکی بیکار کرده است ای 100 تا جمع کرده است. یعنی این رحمانوف وظیفه را چون که با پول میتیه 350,000 با آزاده را وظیفه را داد سلیم زاده گرفته است باید با دوله را هم وقت با عزیز ما را برا بوده. یعنی که اینو وظیفه ندزدی وظیفه نابلو حق پلی کی را میدزدن پلی نمی مردمی گوسپندی که میبرن زیدی تبرو زیدی دیگر بچه‌های مخالف حرف میزنن. او رسمات هم نگاه کردم در صفحه فیسبوک ما چند رسمات افتخار داره که رسمای ترا میبرن ترا مشهور میکنن یا حیوانند گاوند همه به خدا قسم دهم لا یا برعکس ترا مشهور میکنن و یک نفر ما دوست میدارم که نسبت ما یک تبلیغات برای مرا بالا بره نه که تبلیغات حکومت تاجیکستان ان شاء الله که شأن آبروی ترا میبرن بالا میرسونن. عزت از جانب الله ذلت هم از جانب الله. سلامت باشی برادر گرامی بارک الله الله حفظت کنه برادر سلامت باشی. خوب بله فعلا میتونید که در چنون دوره در واتساپ اصلاح هم زنگ بزنید میتونید که در واتساپ فقط زنگ بزنید برای اینکه شکل تلگرام فعلا. سلام علیکم بله واتساپ. سلام علیکم رحمت الله. علیکم سلام و رحمت الله. برادر تو نظر ما همه که یعنی یک بارم سال 2022 بود 23 بود هم خیلی خچه یک مرتبه زدگی بود هم وقت هم یک زیریتل 20,000 بیننده همی یوتیوب کانال تومه بود ای خورسندی همه درامدگی بود ای به فکر همی آخرای دمش رسیدگه ریاکسی مردم هم خیلی سنجیده است همی یک در روزای 20 روزای آبسکده برامده که خیلی میشه افته و نظری من همه خیلی اول از الله الهیم جانش گرفته باشد خلاص همون نظری همین گمون گوش کنیده یک گپای ما نگفتیم رحمانوف مرده است ما نگفتیم که رحمانوف ما میخوایم فهمیم در جای تمام و بعدا بدونید که همین گمونی نیک با الله داشته باش ای الله رحمانوف با جهنم یعنی و بیس المسیر روانش کردگی تو ای الله تو انمیتا یعنی برادر ریگری برامد یک گپ دیگه گفت که اول رحمانوف در رمضان میگن که اینا پدنالا جانش گذوری برامد این بسیار آدم بزرگست در رمضان مردگی با در شب قدر میبرن گفت گپا گورش میکنن میگن را پیشوای ملت اینا در شب قدر مرد یعنی که یا لوبا خیل میکنن تو اینکه همین بله او دفعه هم خیلی بعد با یک باغ انگور خوردنش قطعی همون چی وزیراش نشان داده این زنده انگور خورده است گفتن نشان دادن تیپه خیلی یک مخینه چی کردن بله این لعنتی هم خیلی ریاکسی مردم آخرای نفسش آمدگی سنجیده است که رستم خیلی کار میکند که ریاکسی مردم مخالفا این لعنتی وجه آپیت پیدا کرده هر خیلی مخینه چه میکند باشه الله میدونه نه جانش گرفته باشد تیسا خلاص شویم در حق این او برادر میگه دعای خیر میکنی استغفرالله گناهکار میشی در حق این زیدی الله تو چه در حق این دعای خیر میکنی در لعنت فرستادن واجب میشد بعد از مردنش هم تا مردنش هم لعنت فرستادن این ان شاء الله روا است ان شاء الله. بله درسته. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب الله سبحانه و تعالی خودش در قرآن میگه النار یعرضون علیهم آتش برای اینها عرضه کرده می شود. اینها اهل معین هستند. رحمانوف کی است معین است. رحمانوف کی از سجده رحمانوف دیده است. بله این چاپلوسای نادان برآمده تا الله میخواد این 30 سال می ایستاد میره الله میخواد او طریق چند تا دشمنای ضد الله بودن که اورام پاشا بودن پرزیدنت بودن مثلا قدرت در دست لیکن ضد الله بودن
این الله همون نیم کیلو مغز تعلی سرت میتیاد روی جنت و دوزخ ماندگی روی الله روی بیدت کدام کسی اختیار کنی قدرت در دستت باشد ظلم میکنی هر خیل میکنی انشاءالله آخرتت سوختگی اگر راهی حق و خدمت مردم کنی مثال شرایطش خوب کنی مهاجرای مثال کشاله که بری وطن به خودت یکی کار پیشنهاد کنی جای کار سازی مثال دین اسب نرسی کرتی ایزاد و مادرای خواهرای زنای مانه نکشی ایسراشون ناموسی مردم به چلک نزنی انا انشاءالله تو خدمت مثال چه الله خدمت الله کنی راه حق باشی انشاءالله جنت پادشاه عادل و انشاءالله جاش هم مقامش معلوم این لعنتی اثر زیدی هم ملت هم دین هم فرهنگ همش به زید بودی این تا آخر میموند این یگان اصلاح نمیشد این به همه وقت لعنت پشتانه نکن آخر تای سر کرد. بله سلامت باشی برادر درسته بارک الله برادر گرامی سلامت باشی سلامت باشی یک نفر مدینه نوشته است که خودت قدرت آمدن نداره چیکار میکنی همه را گمراه نکن قدرت در دست الله هست عزت در دست الله هست رحمان کی بود یک رئیس فرمای خوب پروری که اومد به قدرت رسید ما برای چی قدرت نداریم قدرت در دست الله هست ملک در دست الله هست فإن العزة لله جميعا عزت در دست الله هست و ذلت خواری هم در دست الله هست خواهر مدینه هیچ وقت فراموش نکه که خداوند هر کسی را که توتی الملک من تشاء ملک میتید به هر کسی را بخواهد و میگیرد از هر کسی بخواهد و دست الله هست همه چیز ما ایمان داریم با اون این خاطر هیچ وقت فکر نکه که یعنی که رحمان و اصلا اهل قدرت نبود ولی الله با توسط خیانت قتل یعنی بدبختیش آورد شنوندش خیانت کرد ملت مسلمان کشت ملت کشت مردم کشت هر یک کار خیانتی که کرد برای خارجی ها خدمت کرد آورد رسد خشه به قدرت و تا به حال هم خدمت دارد پس یعنی اینا تو نمیتونی گفته که یعنی که تو امکان نداری نمیتونی در دست الله هست از کجا میدونی او چیز الله میدوند نه تو میدونی نه من نوچار بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. برادر میگن امام علی مرده راسته یا؟ ما هم رنگ ما نگفتیم که مرده است میگن نشنویدیم میگن ولی نیسته رحمانوف نیست خواهی مقصد رحمانوف خدا که ما دو میکنیم که بمره تیستر انشاءالله بمره خوبتر میشوه بعد مسئله آینده مقصد بمره فرزندش میشوه رستم میشوه که گفتی گپو ایره هیچ کس نمیدونه ایرم هیچ کس نمیدونه ایرم هیچ کس نمیدونه فهمو خواهی مقصد اگر بمره امی پوتین به فکرم بچهش میمونه ده بچهش میمونه اما بچهش ده مقصد امی گپ چی گفتنی برای امی مردمی توجیکا مقصد امی قسپارسمینه و هموقا ورزشگورو همه خی مثال با افتخار توجیک میگن مثال ما در یک سوال شما دارم که امی شما توجیکین و مسلمان مثال فخر میکنن که ما توجیکیم نه که مثال طرفداری چیزنده دموکرات و طرفداری کمونیستان برای هم یک سوال همی فکر کنی شما همی مرد تولد شدگین همی خدمی زیلت مردنین همی میرین جنگ میکنین او اف سی و پی اف سی توجیک او توجیکو زوره نه که تاریخ طوره خیلی توتیکو تا یا بدبخت یا کفیر داشمو سرتون خام شدگی همی روزی شدین نمیده مقصد همی اونیژین یاده روزی شدین تو که مقصد همی خیلی روزی میشین همی خیلی زندگی میکنین مقصد اکی یک سوال خطونتین همی شما مردکین و بشه همی الله شما را مردک تولد چی کنه افرید شما یکون اتفیستنیز دارین و بشه فکر میکنین که مثال چخه میمرین مثال همی وقتی کمونیزم بود سویتسکی سایوز همه مردم روی میکردن برای کمونیزم مردن این مثال جای چی نیست ولی ما گاو میزنم خودت میگه که تکفیر شو میکنی سرا زده میگه کفیر شو نگو و خیلی
ислом ҳастай, дин ҳастай, куфр ҳастай, дуруст? Аммо одамо барои коммунизм мирдан, бобои мо ворамз намегем ки мусулмон мирдан, куфир мирдан. И ҳақиқатай. Вале ту мара меги ки ту чӣ такфиршон мекунӣ сирада? Ва мирдан, куфир мирдан охи. Ҳозир барои Россия برادر گرامی بسیار بار میگم کو کوشش کنه بسیار بخونه بهتره اول بخونه یک مرگی مجبوری ای بابای من تره مجبور گرفتن بردن در جنگ کشتن یک چیز مرگی مجبوری یه بار بست حضرت بلال قپیدن یا عمار قپیدن هبل گفت بعد کافر مرد حضرت عمار سوال نه وای چی وای چی وای مجبوری برادر گرامی گوش کن مرا حکم برادر گرامی حکم نکرد قاضی نیستی نه حکم نمیکنم بابای ما بود مجبور گرفتن بردن در جنگا کشتنشون همین بچه‌ای که دمی اوکراین ای طرف روسیه وزیر مرده مجبور قپیده برده ایستنشون و هیچ کدومش با خواست خودشون نرفته است کدومش که با خواست خودش با خواهش خودش میگه که میروه ولی تو در حکم نکه حکم حق نداری کردن ده حکم الله میدونه از یعنی که مسلمان و کافر بودن کی بسیارش دبرول نمیرون چی وایشه چی گفتنی دبرول نش میرفتگیش درباره اون ملاحظه ولی بسیارش که ای با کوچه و ای بازار و ای میقپن میگرن میبرنشون بازاری دستش میتینن 1000 نوار دیده ایسیم که بازاری بردگیشون با اون خاطر حکم نکنی خواهش میکنیم ما قاضی نیستیم تو کوشش که من فهمیده ایستم برادر گرامی من نمیفرام بحث کنم میدروی که غم میگیره اوزی چی میگوی همین تو میدروی ما غم میگیره اوزی چی میگیرن از تو گراناتا میدرو را کو یا زنا که در سر رول میشنونی نمیدونی کدوم سمیرا و کنم تری امی یک کس حکم میکنیم یک کس میبره یک طرف اما خاطر امی گپی خودمون بزنیم وظیفه ما بود کردن وطنه وظیفه ما کردن نیست یعنی که تو درباره بابای اگر بگی بابای ما کافر مرده است بگوش بابا تا بابای ما کافر نمرده است تمام یعنی من نمیگم حکم نمیکنم بابا ما حکم نمیکنم ملت مردم ما که کافر مردن از به ایمان مردن رفتن و اما خاطر خواهش میکنیم یعنی اگر احترام داشته باشید یعنی حکم یک چیز عادی است تو حکم میکنی اگر با اصل همون حکم واقعی باشه حکم کردگی تو درست نیست اگر واقعی نباشه کفر به سرت برمیگرده تو طاقت هیچ نداری میفهمیدم حکم آخه تو مقصد مسلمانی برادر تو مقصد آینده میگی که تاجیکستان رو میگیرم پراوید میکنیم با اسلام درست تو قرآن هم میتونی خوندگی مثال در سوره در قرآن الله میگه که کسی که ایمان آورد در روی الله میجنگه کسی که کافر شد در روی کفر میجنگه کفر فهمیدی است تاجیکو مثل زندگی دارن اونجا دنیا کلونه جنگ نمیکنه نه ما فهمیدیم شما ای جنگ میترسین ای مردن میترسین همه رو میترسین برین اونجا برین طرفوی دیگه طرفو برین بچه بریم زندگی در دنیا کلونه بشنو برین هجرت کنین اخی اوزی ما بگیم نمیگیم تو نمیره برین لبای کار بکنین فرقش چیه خیلی که بمره نه که ای دلسوزی میگیم تو نرین اخی برین دنیا کلونه بچه دیگه می روسیه میشینی روسیه تموم شی روسیه بوچی روسیه دیگه رسول موندگی اونجا همه افشین کدگین دیگه آینده نداره اونجا اگر صد به زبونت بقپی خطا حوجی بگی خطا چیگی که نمیشه اونجا دیگه اونجا گریخته رفتن در کور برای دین تا حمایه کردن زشیشت کردن دین تا اگر خوی ای ایروی دلسوزیه برنامه خدای ما تو میگی تکفیر ما یگو میتونم حکم نکن مقصد بگو که را مرگی بهوده های از یکون خیلی ثمر فایده نمیگیری نه زندگی فایده داره نه مرگت یا مرگیش مردانه های نه مرگت راه های این ای تایی کبزه حکم با کفر حکم یعنی که به همین چیز ما باید که اهمیت بتیم در گپامون سلامت باشه برادر گرامی سلامت بیا مینوت نه این دنیاش عبود میکنن نه قیامت شونه در روسیه اگر بیستن هم برای دنیا میسوزن میروان میاسا بعد در قیامت بود میسوزن بعد برای همین استودنچی ورزشگارو را گفتنیم که تمام بیاین اپریدیلیست کنیم شما کدوم طرف دهیم فهمیده است پگاه مثال ما مثال بمیریم در روی الله میبریم مجاهد مسلمان میبریم شما در روی کمونیسم دموکراتیا در روی درست نمیبرین خیلی تکفیر شما میکنین خیلی میفهمون ملویم در روی درست نمیبرین شما ولی شما میگین تاجیکستان با پیش بایرقو را میبردونین چی را میکنین
شما را ما میکشیم، شما در روی الله نمیمرین. همین را بفهمین، همین را درست نگم، اینا خودت درست در روی الله نمیمرن و باید هشار شوان. او سوم و چیز و مول فایدهشو نمیکنه. برای دین اگر میفروشون که قیامتشون باشه برای دین جنگ کنن. اگر جنگ نمیفرن دین یا آدم برای پلش بمبره مسلمان میبره سوال. امی تو در خانه من بیای بدروی من بکشی برای پل من نمونم پل ما گرفتن. امی من همینجا حرام مردم یا حلال مردم سوال. کدوم آدم مثال آدمی که زکیشت کدگی آینمی تو بدروی من بکشی، تو مسلمان منم مسلمان، تو بدروی من برای پل من نگیری ای پل حمایت کردم من تو کشتی من چخیل میبرم برای پل درست نیست مسلمان یکمش کشتن. آره میخوام دین بخون بفهم. آخه تو تاجیکستان من نفهمیدم تو تاجیکستان حکومتی ولا مسلمانی سو میکنی؟ من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون عرضه فهو شهید. پیامبر میگه هر وقتی که یک آدم به خاطر حمایت ناموسش ملیسه میدرویه، ملیسه که گفتم در اوکاپ درست میشه ولی گفتم که یا دزد میدرویه تعرض میکنه در خانه یا آدم برای که زن شخص دختر شخص خواهرش حمایت میکنه کشته میشه شهیده. یا دزد یک آدم میدرویه میکش برای پل بگیره نمیمونه پلش گرفتن کشته میشه. آخه اگر مسلمان باشه مقصد فهمیدم تو اگر بگی مسلمان باشه و حکومت تاجیکستان مخاطبه چیزا مسلمان نیستن. پیامبر میگه که اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. دو مسلمان به یکدیگرش وقتی که شمشیر گرفتن جنگ کردن کشنده و کشته شده در آتش دوزخن. بعد میگن ای رسول خدا فهمیدم تو از حکومت نمیمونی. من حدیث گفتم گپ زدن نمیمونی. حدیث پیامبر گفتم تو نمیمونیم گپ زدن. نمیدونم چی میخوای دین میخوای به حدیث پیامبر گفتم اگه نمیمونم گپ زدن بخیر. بفرما میگه که وقتی که مسلمان دو مسلمان با شمشیر و автомат به دیگرش میخیزن کشنده و کشته شده در آتش جهنمه. میگه پیغمبر خدا کشنده که معلوم که در آتشه کشته شدگی چرا در آتش جهنمه؟ میگه انه کان حریصا علی قتل صاحبه. این حریص بود که اوشا بکشه ولی او پیش دستی کرد ایرا کشت. و همون خاطر در این قضیه بیشتر کوشش کنه نه حکم کنه و حکم در دست من نه مقصد فهمیدم. مقصد همین تاجیکستان حکومت تاجیکستان تو مثال فکر میکنی مسلمانان هم واقعا همین سوال در جواب بگو همین امام علی هم یا از گلامی بچه عمک داری مسلمانه نماز میخونه ولی موندنش ملیسه پنج هم کفر مسلمانه. سوال داده کفر کنش نه من کفرش نمیدونم. نه باشه برادر وظیفه مردم تاجیکستان است همش حکم با کفر نکه برادر گرامی حکومت وینی برادر گرامی وظیفه داره از نگاه اجباری بردگی موندگی شنو مسلمان نماز بخونه ولی در همونجا زندگی داره او راهی نداره دیگه. مستضعفه که در اختیار همون رژیم دیگه راه برآمدن نداره. تو حکم با کفر کرده ایسه یعنی این کار گوش کمارا اینا یک سوال دیگه سوالم نکن دیگه خواهش میکنم دیگه سوالم نکن سلامت باشی برادر. من از این معلومه من حکم نمیکنم یعنی که من حکم هیچ کس به این مسئله هایی که یعنی که میتونن تجدید نظر در آنها وجود داره. مطلب فهمیدیم ما خود مسئول یعنی من نمیتونم که حکم کنم. خودت بسیار بعد با ابو محمد مدنی نزدیکتری یعنی ما فهمیدم من نمیخواهم که گفتی که حکم کنم بس وظیفه من حکم کردن نیست. خیلی مقصد من هیچ کس حکم نمیکنم. تمام مطلب فهمیدم. مطلب صد فیصد من حکم نمیکنم. ما همین حکومت تاجیکستان مقصد همین کسی کار میکنه مثال مجبوری خیلی وقت مجاهده خلاص دارم اونا رو همه 80% مجبوری بدونم. من 80% مجبوری اوجا معلوم میشه و سنی مجاهده اگر بگذارم اگر نگذاشتم رفته که اون نگذاشته است رفته وقتی برا ببینی نگذاشت بعد میبینی. سلامت باشی. خب برادر گرامی خواهش میکنیم بحثایی که حکمی کفر و حکم هیچ لازم نیست. وظیفه ما نیستی. وظیفه ما انجام دادن ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن.
آیا مجادله بالتي هی احسن حکم به کفر کردنه؟ برادر گرامی، تو مسلمانی، بله، پدرت مسلمانه، مسلمان زاده، بله، آیا تو هم رژیم رحمان و دوست می‌داری؟ نه، اکا دوست نمی‌دارم. خیلی چوی سودگی اکا مجبورم. خلاص، و چی پیش رو که نداره؟ همون خاطر یعنی که وجادلهم بالتي احسن، مجادله بر شکل احسنش ما و شما همین است. نه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه رفت، مکه یکی با مقابلش بود، گفت شخصی که در خانه ابو سفیان مدرایه امینه، شخصی که در حرم مدرایه امینه، جز از چند نفری که در ستار کعبه اگر آویزان شوند اونها را نمیبخشم. شو اونهایی که دشمنی آشکارا ورزیده بودن و کفرشون معلوم بود، شما پیامبر شما درس نمیگیریم و شما میگه یک لو درمادی باید بکشی دیگه. ای پیامبر خدا از مدینه به مکه هجوم کرد، در عام فتح مکه گفت که شخصی که در خانه ابو سفیان مدرایه امینه، شخصی که در حرم مدرایه امینه. یعنی که این چیزا همش برای ما و شما از سیرت بخونه درس بگیره، چون که یک چیز باموزه از یعنی که سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. هیچ وقت حکم در حالتوی نیست که شما در حال مردم یعنی که با چیزای حکم کنید. با اون خاطر خواهش میکنیم یعنی که دقت باید بتیه، همیشه دقت دادنتون خیلی مهم هست. خوب، خواهش میکنیم ای موضوع بیرون بسیار بد نبروه، یعنی که ای موضوع بیرون. بله، سلام علیکم. بله، خوب. وطن 665. بله بفرمایید. وطن 665. خوب، واتساپ. بله، واتساپ. بله بله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. افیر. بله. شما بغیر از همین پیشوای میلاد مرده از دیگر گپ نداره؟ آخه اوازی یعنی که ترند همیه، اوزی ترند همیه پیشو دک جای. اگر بدونی بگومون بس کنیم، اگر دونی که دک جای بگو خبر که دیگر اگون گپ نمیگیم. میدونی دک جای پیشو میلاد دک جای میدونی؟ پیشو دک جای تا شهر هم میگه ما رفتم شهر راهی شهر محکم او هر یک دخترش بگذاره راهی شهر محکم میکنه. تو فاجو فهمیدی که پیشو میلاد بود. جناب بودش کارتج جناب بود. کارتج رستم و کارتج جناب فرق داره. چطوری فرق داره؟ کارتج جناب چخیله، کارتج رستم چخیله؟ همش فرق. شما بغیر من ترا سوالت کرده اسم خیلی بفهمون ما نمیفهمیم. کارتج جناب و کارتج رستم چی فرق داره؟ ای کارتج آزاده ای کارتج دیگر رو چی فرق داره؟ مرحمت همین سوال جواب بگو. تمام. فرق کلی داره. مثلا فرق کلیش چیه؟ کو یک تا فرقیت چه بگو. مثلا این ماشینش دیگه خیلیه، ایش خیلیه. فهمم. لیکن شما بغیر از وقت نه ندارم دیگه، موضوع ندارم دیگه. موضوع هم محمون و زنده پدن علادی و مردگیه. سوال ما همیه. نه، پیشوای میلاد زنده هستم. از زنده ها هم زنده تر، درست؟ بله، زنده است. از زنده ها هم زنده تر. کارتجش گذشت همین بگای دیدیش خودش؟ دیدم. دکجا بود؟ دکجا گذشت؟ همین شهر در گذشت خیلی. مثلا دکجاش گذشت؟ دکجاش گذشت؟ گذشت. مثلا مردک یعنی که پیشوا گذشت مرد؟ چکو کرد؟ چکو گذشت؟ کارتج گذشت راه مختم شد. کارتج جناب گذشت. دا ماشینی تری مرده برک بود؟ چی بود؟ گراب دا بود؟ چی دا بود؟ ایگاه دا ماشین همین کارتج که سفر میکنه به اون ماشین بود. او شما فکر میکنه که پیشوای میلاد مرده است، پیشوای میلاد زنده است. فهمو همه شما یک خواهین هستیم. خدا زده ها. یا نیست. پیشوی میلاد زنده است، از زنده ها هم زنده. انا گفتی که پا چاپلوس ها برحمش خیلی که خداوند هدایت کنش کنیم دیگه چی بگیم. خب بله، وطن 665 درآمد با برآمد نمیدونم صداش نبود. خوب
بیننده گرامی 825 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. همون 13 نفر زرکل نیست و دیگه 13%. خیلی میخوام که پیشوا سلامت باشد. یه درون با آدمایی بود هستن که میگن میخوایم که سلامت باشد تا زنده بخپیمش، و بالای آدمایی که البته مرگش خوشحال کننده است. 87% مردم یعنی که پیشوای ملت نمیخوان که زنده باشه، میگه ببره. یعنی که خیلی برای ما خوشحال کننده مرگ پیشوای ملت. بعضیش درومادا گفته هستن که پیشوای ملت زنده و از زنده ها هم زنده تر از پیشوای ملت. خیلی خوب. خوب، فعلا در برنامه هیچ کس نیست. چابلوسا هم دیگر گفته گپا پیشورا نمیدونن که چطوری داخل شما چی بگن. وقتی که ندونی که یعنی که پیشوا مردگی یا زنده چی میتونم گفتم میگه آخه. خب بله، واقعا هم ما و شما در یک حالت گزارش قرار داریم و همین حالت گزارش نباید این ملت به یک شکل یعنی که از دست بتیه، چون که از دست دادن این امکانی باز هم یک افرادی که تماما برای ما و شما سازگار نیستن، برای ما و شما امکانی یعنی که آینده نامعلوم میره، یعنی که میتونن که به همین پیرهی خود همین یعنی امام علی رحمانوف برون و همون یعنی که میتونن که ما و شما را دنبالگیری کنن تا اینکه به همون شکل ما باید بریم. و در غیر این حالت این ملت باید که در قضیه کاملا بفهمد و وارد قضیه و وارد مسئله شود. در غیر این صورت ما یعنی که آینده خوبی را ما و شما را انتظار نیست. خوب برادر عبدالرحمن، برادر یعنی که 665 کسی هستید برادر رو وارد شه صحبت کنید تا اگر برنامه ما هم 1 ساعت و 37 دقیقه کدومی که امکانی صحبت کردن دارد وارد شود. خوب خوب اسدالله، من قطعیت یگان گپ خوب زدن نمیتونم، به همون خاطر بهترش یگان گپ نمیزنم. اگر یگان گپ داشته باشی که یعنی که مهم باشد در مورد قضیه امام علی رحمانوف مرحمت گوش میکنیم شما را. یگان خیلی دود وی نکه، اگر یگان گپ داشته باشی مرحمت گپ زد گوش میکنیم. میکروفون کشتگی های آوازت کشتگی های نمیدونم برای چی آوازت کشتگی های. خوب خب 380 لایک های بینندگان گرامی، 380 لایک و در نظر سنجی 856 نفر و 11 نفر هم به شبکه اصلاح یعنی که پادپیساتسیا کردن. امروز در پادپیساتسیا کردن به شبکه اصلاح هم یعنی که کوتاهی نکنید. خوب خیلی خوب. خوب میخواهم که پیشوا صحت سلامت باشد و با محکمه یعنی که با محکمه کشته شود. بهترین همین ملت هم همه چیز میخواه با محکمه کشته شود. ولی خوب دیگره که وقتی که الله سبحانه و تعالی اجل آمده جانش که گرفت دیگه او را هیچ کس تغییر داده نمیتونه.
لا راد لقضاء الله. خب مردم باید در وضعیتی که امروز ما و شما قرار داریم آگاه بودنش از وقتهای دیگر بیشتر کنه، ترس کنار بمونه. مقامات گشنه ملیت رحمان رو هر دقیقه به خاطر یعنی که کیسه هاشون رو پر کردن با هر راه و واسطه مردم تهمت دارن. در این قضیه هم مردم باید آگاه تر بشن. ای بیشکک، بله بیشکک، بله بیشکک. خب اسدالله چی گفتنی؟ اگه گپ گفتنی باشه به اوضاع خود میشنم. اوضاع نیستن، فقط هم روی نوشته نیستن. چیگه باشه؟ изображение ҳаст, звук нест. охе чӣ корт кунем ина? Звукот гижошид ношугрид. Руд абра бушуя бар пеши ҳами дромадан да ҳами барнома охе. Руд ношутай ношугрид медрой овоз там гирифтагӣ ай худо овоз там гирифтааст. Чӣ коре кае ки овозот гирифтагӣ ай тамоман. е бача руд та бушу ҳами мардум гуфтесан руд та бушу. Бара руд та бушу я торат ки бад бедро. Ё ки пешвора бе торат ҷиноза канӣ. Ё чилёсини беторат шканӣ. афилми чилёсини беторат канӣ пешвора. хаяк асадло нава чид набудааст имрӯз. Чӣ меган? вазъиятат безеб будааст. е бача гуфти гапо ё гап за ё ки хеле нести вообще нобуди ягон гап нест. чӣ руд ношутай чӣ хеле ҳасти хунасхтат. е бача ягон кор бикохи. хайна намедонам охе гуфти ҳамон гапо ки бечора бисёр бачаи хубаи хаяка чӣ корш кунем охе. руш ношута ношугриш не брома. хай бале зангҳои ватсапи ҳам ягон гапи хуб дадани боши охе ҳами мо қатъи худат гап задем я бор дига ягон гап надошти пешво зиндаай мо дига фаҳмидем ки ин гапои тра рустам ҳам гуфтеасаст озода ҳам гуфтеасаст. бале 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 салом алейкум. алейкум салом. бале алло бале бале гап занед гӯш мекунем. ватсап тоҷикистон. бале бифармо. бегум ҳамин шумо дигар ягон гапи дигар надоред ғайри ҳамин пешвои миллата куштану ғайри накуштемаш мо одам куш нестем. пешвои миллат дар куҷо ҳай савол бо ҳози яъне ки семени гап мезанед ая телефон. бале чӣ ая телефон семени гап мезанед зани шавҳар ё ки дар ягон кабинете дар ягон идораи дар куҷое мо семени гап мезанем. семени ай пешвои миллат яъне ки тарафдорӣ мекунӣ. беҳтарин. халос тоҷи дар пешвои миллат тарафдорӣ мекунем. беҳтарин. пешвои миллат гуфти гапо зинда ай дураст 100% ай. зинда. халос гап нест ай. ҳамин ки кае ки ягон хабар фаҳмиде хитам картеша диди хати шавҳарат ё хати бародарат хати кия картеша хитам диди? не ман надидам. надида картеша. халос ҳам надида бошиш тамом дига гуфти гапо худохоҳ нест ай. нобуд ай пешво. ягон гап гуфтанӣ бошад бифармоед.
چی گفتنیت بچه ای بیچاره؟ بله سلام علیکم واتساپ بفرمایید. اکا جان خوبی چخیل نفت این سال سلامت باشید. این موضوع شما در چی باره اکا؟ موضوع ما پیشوای ملت امام علی رحمان نابود ای تقریبا یک مورشید غیب زده است. خب یعنی که زنده نیست دیگه ها؟ نامعلوم است در جای. خب اکا جان ما هم یکی از تاجیکای افغانستان اکا دیگه در رابطه با می کارو که چند وقت پیش یک ویدیو نشد بده مسجد نمیبونه که مثلا درست شوه مردم را سنی اجزا نمیبونه با بولار نماز بخونه این چی خیلی هایی چی خیلی مثلا مسلمان هایی نمیدونم خمیر ما تعجیب موندگیم که چی خیلی مسلمان هایی دمام تعجیب موندگیم چی خیلی مسلمان هایی که یعنی که تا 18 ساله را مسجد روی نمیمونه از اون منع کرده گیه حجاب منع کرده است یعنی که این هم طریق کارو داره ای چی کارش کنیم نمیدونیم. از کجای افغانستانی؟ از کجای افغانستانی؟ صدای من است؟ بله اکا صدا تا دارم بله. میگم از کجای افغانستانی؟ از کدام ولایتی؟ با ولایت تخارم اکا جان همینجا کارهای ازیر هم نبینم خیلی واقعا ناراحت کننده است. هم بگیم ما شما مسلمان هستیم تا هم به یک برادری مسلمان هستی ودیات نگاه میکنم نوارات خیلی خوشحال بشم اکا جان این اسلام تنها نیست ما هم اگه مسلمان هستیم انشالله پیغمبر ما لیلت کرد دین برای ما امانت گذاشت و این امام علی فکر نکنه که تنها ما کس هستم ما دین اسلام غلط میکنم. انشالله ما تاجیک هستیم که در زمان اوروس آواره شده این طرف آمده گفتیم و انشالله در کنار برادران مجاهد تاجیکستانی خود با یک قطره خونی که داریم آماده ایم و در اندکترین که خیانتی که بکنه بعد از امروز به مردم تاجیکستان دم از ما آماده ایم از اینجا ما کارمون شروع میکنیم. سلامت باش شیرنر. یعنی ایرا تاجیکای افغانستان میگن تاجیکای ازبکستان هم آمودن تاجیکای افغانستان هم آمودن. بله تنها نیستیم اکا جان ما جبه هستیم اینجا بچه هم اگه آماده ایم نفتمد هم آماده ایم خدا سوگند است که اینجا همه ما به خاطر برادران تاجیک ما دلمون نسوزه خواهران ما اونجا نمیبونه ایجاب بکنن مسجدها را توهین کرده چند وقت خونی ما بجوش آمده نمیبونه مسجد بسازن بچه ها را نمیبونه سن 18 ساله بالا نماز بخونه خونی ما را خلاصه بسیار ما خونگرم هستیم دین ما در مرز مستقر هستیم. چند وقت میشه برادر مجاهدی ما به نام محمد تقایی پور آزار اذیت میکنه خانواده از او را اذیت میکنه. انشالله اگر محمد تقایی با خوبی اعلام کرد خوب و اگر نه یک بار دیگه چیز نه از مرز اینجا ما کارمون شروع میکنیم اکا جان. شیرینر سلامت باشه برادر سلامت باشید سلامت باشید تشکر برادر سلامت باشید. خوب بله تاجیک 03 بله تاجیک 03 میکروفون تگیرم که گپ زد. سلام علیکم. و علیکم السلام. ای افغان کی بوده میگه که ما تیاریم ایسوسیم تریم هم یه آدم رنگی تو کی؟ من ترا میشناسم نمیشناسم هم یه آدم زنگ ما دماد تو کویا چهره تاوی که بینم تو خی کی اول چهره تاوی که بینم تو اول ما همو دماد تو مخی دمادت میگم که اما افغان بگو که اول زنی ترا میگم باز ترا سگ نمیگیره ترا سگ اول انشالله گفتی که بعد تقپی یگان خیلی اخدامان هدایتت کنه چی بگیم دیگه ترا. خب بله خب برادر عبدالله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمده برادر عبدالله انشالله که من وارد میشم. خوب انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینندگان عزیز. البته خیلی که در برنامه نوشته شده است امروز برنامه رحمانوف زنده است یا مرده باید مردم از سلامتی رحمانوف باید آگاه باشند باید دانند. البته رحمانوف زنده است یا مرده تا امروز یگان رسانه های با اعتماد
یا که رسانه‌های دولتی در این مسئله یگان چیزی نگفتند. ولی در رسانه‌ها بسیار است که گویا که رحمانوف به کدام ولایت رفته است یا که با نفرهایی که در وظیفه هستند واخوردند. لیکن ملت باید داند که رحمانوف امروز زنده است یا که مریض است یا که قابل اجرای وظیفه نیست. برای چی؟ برای اون که این حق ملت است. ملت چی؟ اون نفرهایی هستند که به این رحمانوف چی داد؟ وظیفه داد. صاحب وظیفه گوییم که کلا قدرت این مردم است و مردم این نفر را چی در انتخابات انتخاب کردند، بعضیشان و بعضیشان شرکت نکردند. البته که بسیاری نفرها در گوییم که 20 ساله اخیر در این انتخابات ها شرکت نمیکنند، لیکن از نام اونها رحمانوف غلبه میکند و حتی که شرکت هم نکرده باشد امروز در تاجیکستان یا بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند. اونها حق چی را دارند؟ حقی پرسیدن که رحمانوف در حقیقت زنده است یا که مریض است یا که قابل اجرای وظیفه نیست. لیکن ما میبینیم که چی است؟ فقط در گویم که در رسانه های مخالفین از مریض بودن رحمانوف خبرها هست، لیکن همون نفرهایی که امروز در داخل تاجیکستان هستند یگان معلوماتی ندارند. حتی که گویم که روزنامه‌نگارهایی که از جانب غرب دستگیری میشوند اونها در این مسئله یگان گویم که واکنش یگان معلوماتی برای مردم تاجیکستان نمیدهد. چرا دولت‌های گویم که دیکتاتوری حالتی رئیس جمهورشون یا که پرزیدنتشون مخفی نگاه می‌دارند؟ یکم ترس از گویم که بی‌ثباتی یا که شورش مردم، که اگر که گویند که در حقیقت امروز رحمانوف زنده است یا که مریض است یا که قابل اجرای وظیفه نیست یا که مرد است گویند، اونها چی میترسند که مردم به خیابان ها میبراید. این یکم مسئله. دوم مسئله جنگ های داخلی که امروز در داخل تاجیکستان چند گروه ها هست، چند نفرهای هستند که امروز چی میخواهند که به قدرت بیاید. باید از این آیله چیکار کنند؟ قدرت به دست خودشون گیرند. برای چی؟ برای اون که یک وقتای سالهای 2008 بود، در یک مجلس نشسته بودم شخصا بنده، در همون جا واخوری با عبیداللهیف بود. در همون جا عبیداللهیف بود که امروز ما در تاجیکستان 3 نفر هستیم که تاجیکستان را اداره میکند. جناب رحمانوف، من و 3 نفر گفت، لیکن اون نفر نامش در همون نشست نگرفت عبیداللهیف. تا امروز هم تقریبا گویم که 20 سال می شود، من 18 سال می شود، تا امروز من هم همون 3 نفر که است پیدا کرده نتوانستم. لیکن باز در تاجیکستان چی است؟ نفرهایی هستند که البته صاحب قدرت هستند یا که صاحب وظیفه های کلیدی هستند. اونها هم میخواهند که مانند رمضان رحیمزاده یا که یتیموف، حتی که شاروخ گنرال و دیگرها میخواهد که به جای گویم که نه که به جای رستم باشد، بلکه به جای پدر رستم رحمانوف باشد. بعد این سیستم شخص پرستی، سیستم نظامی که شخص پرستی است در دولت های دیکتاتوری، از یک نفر دیکتاتور یک شخص قوی میسازند. بعد این نظام چیکار میکند؟ حرکت میکند که همه وقت همون نفری که دیکتاتوری که یک بوده که ساختن او را گویند که یگان کمبودی این بود ندارد، این قوی است، این کسل نمی شود، گویا که وای نمی میرد. باید چیکار شود؟ فقط گویا که حالتی بهتری نشه برای مردم نشون دهد، لیکن کسلی هایی که اون نفر دارد یا که مریضی هایی که اون نفر دارد بر رسانه ها پخش نمی کنند. همین گونه سالهای گویم که 80 در همین شوروی هم همین گونه نظام بود، نظام دیکتاتوری، نظام ظلم، قتل، کشتار و غلام کردنی که مردم بود. همون وقتا هم چیکار میکردن؟ همون رئیس های جمهور یا که نمایندگان دولت شوروی را همچون یک لیدرهای قوی نشان میدادن.
برژنوف وقتایی که گویم که در وقت حکمرانیش انسان کسلی بودگی است، مریض بودگی است، لیکن برژنوف چیکار میکردن؟ یک انسان قوی نشون میدادن. در یگان رسانه ها از کسلی برژنوف نمیگفتن. بعدین به جای وای کی میبیاید؟ اندروپوف میبیاید. اون هم همچون گویم که انسان قوی، یک شخصی گویم که با صلاحیت نشان میدادن. بعد وای کی میبیاید؟ چرننکو میبیاید. این همه حاکم هایی که در طول 5 سال میبیاید بالای حکومت شوروی. برژنوف کمتر قبلتر میبیاید، لیکن همین حاکمیت که گویم که تغییر مییابد، تغییرات نظامی یا که حاکمیت گویم که دولتی در طول 5 سال، در طول 5 سال هر سه این حاکم هم چیکار میکنند؟ وفات میکنند، میمیرند. ما میبینیم که در ترکمنستان هم همین گونه بود، خیلی که در تاجیکستان. همه رسانه های ترکمنستان از سلامتی پرزیدنت سابق ترکمنستان یگان معلوماتی نمیدادند، فقط مخفی نگاه میداشتند. او را همچون یک گویم که انسان قوی، سلامتی اش خوب نشان میدادند. همین نفری که سپرمراد نیازو، لیکن سال 2006 این نفر چیکار کرد؟ وفات کرد و این وفات هم ناگهانی بود. بعد این سال 2016 در ازبکستان کریموف چند وقت چیکار کردن؟ او را مخفی نگاه داشتن تا حالتی که قدرت به یک نفر نگذارد یا که گویم که یک همون ساختاری دولت داری را یا که یک مذاکره بین الیت نشد. این چیزا چیکار نکردن؟ آشکار نکردن، پنهان کردن. امروز هم ما در رسانه ها میبینیم که رستم امام علی چیکار میکند؟ گویا که با رئیسان ولایت های ختلان و سوخت و بدخشان واه میخورد. اونها سرخم در پیش او گویا که اونها را حسابات میگیرد. این چی بودید؟ این نمونه ای که گویم که انتقال قدرت از رحمانوف بر رستم که گویا که مردم امروز چیکار کنند؟ به این چیز آموخته شوند یا که این تجربه ای که همین در حقیقت رستم کار برده میتواند یا نمیتواند در آن گاهی که رحمانوف در چی نیست؟ در فعالیت سیاسی دولت نیست. از برای همین این حادثه هایی که امروز در تاجیکستان رخ میدهد، البته این حق مردم است که مردم برایند از این چیزها پرسند. بعضی نفرها میگویند که به شما چی؟ شما چی کار دارید؟ او زنده است یا مرده است یا که قابل اجرای وظیفه نیست. او رئیس جمهور است، کی خواهد میبراید با مردم مذاکره میکند، کی نخواهد مذاکره نمیکند. او انتخاب وی است. نه، این حق ما است. برای چی؟ برای که در انتخابات پرزیدنتی یا که رئیس جمهور چندین نامزدها میشوند. از همون نامزدها یک نامزد چیکار میکنند؟ مردم انتخاب میکنند و به همون نفر قدرت یا وکالت اداره کنی دولت رو میدهد. بعد دادن قدرت و وکالت اداره کنی دولت، مردم از همون کمبغل آغاز کرده تا مولتی میلیاردرش یا که از طفلی که به بلاغت رسیده است یا که جوانی که به بلاغت رسیده است، از همون آغاز کرده تا 100 سالش حق دارد که کدام شرطنامه ها را همون نفری که به وظیفه انتخاب کردن بین دولت ها میبندد و از او شرطنامه ها چی منفیت دولت و ملت میبرد. سلامتی این نفر چگونه است؟ دیوانه است یا که عقلش سالم است؟ فعالیت سیاسی برده میتواند یا نمیتواند؟ باید که مردم دانند که در دولت یک دیوانه یا یک نفری که گویم که قابل اجرای وظیفه نیست در حاکمیت نماند، بلکه یک جوان سالم، یک انسان سالمی فرزند این ملت بالای قدرت بیاید و این دولت اداره کند و گویم که سیاست داخلی و بیرونی دولت در تحت کنترل و نظارت این شخص و مردم باید باشد.
از برای همین پرسیدن طلب کردن این چی است؟ حق مردم است. بعضی نفرها گفتنشان ممکن است که فقط شما بیایید تنقید میکنید، کمبودی ها را میکوبید و کمبودی ها را در برنامه میگویید. شما خوبی اون گویم که حکومت رحمانوف میکند در اون مسئله ها یگان حرفی نمیزنید. البته که به اون خوبی هایی که این حکومت میکند برای منفعت مردم یا که پیشرفت مردم حاجت گپ زدن نیست. برای چی؟ برای که این چیز خوبی است و حتی که ما هم بیرون از دولت باشیم برای آبادی همون وطن یا که همون دیه و شهری که زندگی میکنیم حصه خودمون رو میگذارونیم. یگان کس را از این مسئله یا که از این کارها من نمیکنیم. لیکن وقتی که خوبی هایی که دولت میکند و این خوبی ها چی است؟ فقط از جیب مردم است. ما میگوییم که این نادرست است. باید که این عمل ها را کی کند؟ دولت اجرا کند. وظیفه دولت است. راه ساختن، خانه ساختن، بلنیسه ساختن، مکتب ساختن، پول ساختن، کپروک و دیگر کارهایی که هست آبادانی باید که دولت کند. ما میگویم که باید دولت کند. مردم از کیسه خودش این عملها رو نکند. باید دولت کند و تا قدر امکان چی مردم دربر دولت باید باشد و دولت دستگیری کند برای پیشرفت، برای خوبی و آبادانی این کشور. لیکن ما میبینیم چی است؟ دولت مردم مجبور میکند که چیکار کند؟ از کیسه خودشان راه سازند، از کیسه خودشان کپروک ها یا که پول ها سازند، از کیسه خودشان مکتب ها سازند، از کیسه خودشان برای تعمیر مکتب یا که بلنیسه یا که راه هر چیزی که هست از کیسه خودشان دهند. خیلی که وزیر معارف گفت در مکتب ها پول گرفتن غیر قانونی است، یا که به گازیت هایی که مجبور میکنن نفرهایی که طلبه های یکم صنف و چهارم صنف و گویم که هشتم صنف و دهم صنف رو مجبور میکنن که از او گازیت ها خرند یا که آبونه شوند. اینها همش غیر قانونی است گفت. لیکن این چی است؟ گپ های وزیرها فقط در همون تالارهای نشستی باقی میماند. تمام مردم مجبور میکند در مکتب ها، بلنیسه ها، هر جایی که هست، حتی که به انداز سپاری روی همون کمیته انداز تو میخوای که انداز سپاری او میبیند که تو به کدام گازیته ها آبونه هستی. حتی که گازیته منپال شده است در تاجیکستان که از جانب دولت مردم مجبور میکنند که گازیته ها را چیکار کند؟ مردم خرد. گویا که با همین گونه نمودی مجبوری نشان میدهد که ما چی هر هفته میلیون ها گازیته چاپ میکنیم و سطح خوانش مردم چی روز از روز رواج یافته ایستاده است. با این گونه حالت با حالت مجبوری سطح خوانش مردم پیش نمی رود، بلکه مردم مجبورن اون گازیت ها رو میگیرن، چیکار میکنن؟ یا به حاجت خانه استفاده میکنن یا چی برای علاوه برای چیز دیگر استفاده نمیکنن. برای سطح علمناکی این مردم بلند کردن باید چی مکتب ها گشوده شود. خیلی که وزیر معارف گفت هزارها معلمان نمیرسد، معلمان در فنهای دقیق نمیرسد. میفهمید؟ بعدین در فنهای دقیق وقتی معلمان نمیرسد، ما 100 بار گفتیم که برای معلمان معاش های بهترین، یک معلم به کار می بیاید خانه ندارد، خانه توفه کرده شود از جانب دولت، معاشی بلند 1,500-2,000 دلار داده شود که همون معلم فکرش در چی باشد؟ در تعلیم این فرزندان این ملت باشد. لیکن این چیزها نمی شود. باز یک چیز عجیبه که هست که ما چند بارها گفته بودیم در مسئله زمین های مردم کشیده گرفتن، پالیس ها کشتکار های مردم
از جانب بعضی رئیس ها، از بعضی گویم که جانشینای رئیس های ناحیه ها چپه کردن زمین ها اونها را مجبور کرده پخته کاشتن. دیروز چی؟ تقریبا بعد از 1 سال وزیر کشاورزی میبراید میگوید که ما 1 سال پیش گفته بودیم این عملها رو تنقیح کرده بودیم. اکنون وزیر چی کشاورزی میبراید میگوید که این کارها غیر قانونی است. دهقان چی اختیار دارد چی میکارد و چی میشناسد و چی حاصل میگیرد و آن زمین هایی که چپه کرده میشود به اونها جبران پولی داده شود. لیکن ما میبینیم که بالای دهقان اینقدر ظلم است. دهقان ها همشان در دیگر دولت های پیشرفت دهقان گویم که زندگیش بهترین است، در ماشین های جیپ سوار شده میگردد. دهقان های ما حالا هم اصلی 21 است. بعضی هاشون حتی خر و عرابه ندارن. برای چی؟ برای اینکه فشار دولت بالای دهقان، بالای مردم، فشار رئیسان شهر و رئیسان ولایت و کارکنان مقام بالای دهقان و چگونه پیشرفت باشد. و صد بارها میگوید که ما زمین کم داریم. امروز در دنیا باغ‌های اینتنسیوی شده ایستاده است. گویم که قبلا در 1 هکتار 400 یا که 500 نهال شنانده میشد و تقریبا 20 تانه از یک گویم که هکتار حاصل میگرفتن، 15-20 تانه. امروز از باغ‌های اینتنسیوی تا 5000 درخت شنانده می شود، تا 100 تانه بار گرفته می شود. اگر که همین گونه یک نفری هست که این نفری خیلی بهترین است، اکای اسکندر، بسیاری اتان دیدگی هستند انگور و باغ، همون نفر ترغیب میکند که به باغ‌های اینتنسیوی نهال‌های بهترین به تاجیکستان وارد شود. لیکن از جانب دولت میبینیم که دستگیری نیست. فقط صاحبکارا با یکدیگرشان چیکار میکنن؟ حرکت میکنن که به تاجیکستان یا که حالت باغداری تاجیکستان روش بیان. امروز میبینید که در دنیا پرنیک های کلان صدها هکتار پرنیک ها ساخته میشود که 24 گویم که 12 ماه حاصل های بهترین برای مردم میدهد. لیکن در جاهای ما چی است؟ این مشکلی است. دولت دستگیری نمی کند. هر وقتی که یوتیوب وارد می شویم نوارهای روسی است، ازبکی است، قزاقی است که اگر که آبی سرز اگر 1 روز پیشش باز شود تقریبا 5 میلیون 10 میلیون آدم چیکار میکند؟ با خودش میبرد تا قزاقستان دریای ارال آب میگیرد. گفته هر بار همین نوارها را میبینیم. لیکن در تاجیکستان حالا مسئله آب، مسئله آبیاری. از برای همین باید وظیفه ما تعریف کردن کارهای گویم که حکومت نه، بلکه وظیفه ما به حکومت نشان دادن که کدام کارهاش نادرست است، کدام کارهاش نسبت مردم ظلم است، باید که مردم نکند حکومت کند و کدام کارهاش به ضرر مردم است. ما اینجا نبرآمدیم که فقط حکومت رو خرسک زنیم لگن برداری کنیم. حتی که حکومت جدید هم باشد با وظیفه مردم همین است. حکومت عادل هم باشد بگذار وظیفه مردم چی است؟ محاسبه کردن حاکم است. برای چی؟ قدرت از آن مردم است، مردم میدهد وکالت. باز یک چیزی که در آخر گفتنی هستم، محمد اقبال وارد شد. در ناحیه شهرستانی ولایت سوخت 100 حاجی را مجبور کردن که 320,000 دلارشون برای آبادی همون ناحیه سپارند. این خیانت برای مردم است. در دیگر دولت‌های پیشرفت حکومت حرکت میکند که معاش بهترین، جایهای کارهای بهترین، خانه ها، شرایط زندگی بهترین برای مردمش مهیا کند که مردم چیکار کند؟ در دولتش کار کند، در خانه خوب زندگی کند و در 1 سال یا که در 2 سال یک امکانیت داشته باشد که به یک دولت دیگر برای سیر و گشت رود. این بیچاره مردمی تاجیک چی است؟ 1 عمر که مسلمان است 1 عمر آرزو میکند که 1 بار به حج رود.
اکثریت همین نفرها هم که به حج کلان پول ندارن بیچاره ها، حتی که در همون پیران سالی میخواد که حتی که یک بار عمره کنن، حج عمره روان. این حکومت دشمن این ملت چیکار میکند؟ برای شرایطی مهیا برای همین ها کشاده دادن یا که ساخته دادن که مهیا کند شرایطی بهتری که همین ها روان در همون سین و سالهاشون از 50 بالا است، از 60 بالا است، روان حج عمره کنند، برگردن بخورسندی. باید حکومت گوید که تشکر که شما به همین دولت 50 60 سال 70 سال عمرتون برای آبادی این دولت، آبادی فردای این دولت چیکار کردید؟ صرف کردید. گفته تشکری کند این حکومت. اگر علاج شود که به همین نفرها همون خرجشون پولش دهد. برای چی؟ برای که همین موقع بعد هزارها فرزند پدرها و مادرهای این ملت در عمرشان به سیاحت نرفتگی هستند، هزارها میلیون ها یگانه آرزوشان به حج رفتن. همون هم این حکومت چیکار کرد؟ برید ترغیبات چهار روان میکند که شما نروید، بیاید که حج عمره چی است؟ فرض نیست. لیکن بدبختا همون علمایی که در همین حکومت خدمتگاری میکنی نمیگویه که بعضیشان گفتن چی است؟ حکمش واجب است، بعضیشان گفتن مندوب است. برای چی این گپ ها رو نمیگویید که علما در این مسئله اختلاف کرده هستند؟ سنت است. حج کردن در رمضان گویا که حج کردن با رسول پیامبر است، با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. یعنی فضیلت عمره در ماه رمضان به مانند حج کردن با رسول اکرم است. فضیلتش اصلا به یک چیز مناسب، یعنی که درست نمی آید. معمول خودش همه اونانی که کار کردن در شهرستان و تا دیگر جاها، یا همه پول شما حرام دادنش برای ساختن وطن صاحب باید داشته باشه و صاحب وطن حکومت است. حکومتی که اندازش میسپریم، یعنی که پول هایی که یک چیزی برای ماشین برآوردگی انچینم در اوتیلیزاسیش میتیم. همه خانه که همه کارات در یعنی که امی حکومت پول میتیم. حکومت باید خودش راه بسازه، برق بکشه، سویت بیاره، ترانسفورماتور بشنونه، انداز میگیره. یعنی که پول از همون برقی که مو ترانسفورماتور میشنونه، برق تاجیک باید مو پول میسپاریم، خدمت رسانی میکنم. یعنی که مو باید برای ما را خدمت کنه، راه دراج نیفون دو فایزی انداز میسپاریم. برای چی باید شهرستانی را فریب کنن؟ برای چی این کار کردن؟ وقتی که من با مرکز اسلامی صحبت کردم، یک نفر خیلی نامشناسم میگم، گفت که ای حضرت خا ازبک مانشون خو ازبک چی و عمرش چی؟ فهمیدی؟ ازبک چی و عمرش چی میگه؟ ازبک همون پولشو بگیریم کارشو بکنیم براوا. این گپی عادی نیست. این گپی عادی نیست. وقتی که تحقیر به همین درجه میرسه که ازبک چی و حج کردن عمره کردنش چی؟ انا شهرستانی خوب باید بفهمن که پاکی هر یک پول دادگیتون حرامه برای رحمان فر. چی در یکون کار این دولت باید سهم نداشته باشه. سهم باید برای خود داشته باشه. خانه خطاب بود که ولی ترا نمیمونند، پس باید تمام بریزه برای این رژیمی پلید از دف شوه و بعد از اون تو آرامانه عمره بره، آرامانه برای فرزندت خدمت که فرزندت برای ترا خدمت کنه، زندگی تا بهتر که دیگه. دولت باید مردم از ظلم نکنه، نه اینکه مردم برای دولت کار کنن. باید مردم کاری خودشا بکنه، دولت خدمتش برای مردم بکنه و مردم آرامانه و دوستمندانه برای حکومت خدمت کنن، برای دولتی که زندگانی میکنن. فرزندش بزرگی بره، عمره رفتنش نمونه، برقش نتیه، مهاجرش کنه، تهمتش کنه، زندانیش کنه، تلفنش بکوه، تو چی تماشا که تو چی تماشا نکه، تو چی خوراک که، چند دیگ اوقات مون، چند دیگ اوقات نمون، کی را فیراد که در توی چکو که این دولت نیست. این یعنی که یک مافیا است که یعنی که وضعیت مردم با همین حالت آوردن رساندن. واقعا دهشت است. دهشت است، به خدا قسم دهشت است. این غیر از اینکه این مردم باید شهرستانی خوب بفهمن. ما در شهرستان داریم برادران خیلی زیاد داریم، کار کرده هستن، هر یک معلومات حالا هم معلوماتی خیلی جالب، ولی میگن معلومات ها همین خیلی باشن تا اینکه ما میگیم بعد خودمون چیکار کنیم. سلامت باشه برادر عبدالله. سلام علیکم ورحمت الله. سلام. معلومات های جالب برادر عبدالله رساندن که موردی یعنی که
دقت ملت و مردم است، باید دقت کنن. فهمیده که برادر ازبک که چی میگن، یعنی که چی میگن، یعنی به همون خاطر خوب دقت کنید. به همون خاطر یعنی که این قضیه عادی نیستن و این مسئله نیست که شما یعنی که بازم بسته فکر کنه و بگه که به این شکل آزادت دشتش در همون شهرستان یعنی که چی چیزا دارن، کی چیکو کرده است، از رئیس جماعت چیکو کرده است، همش برای ما رسیده است از معلومات. این معلومات نیستن که ما همین خیلی بگیریم و بگیم که خیلی همین خیلی شید همین طرح هست. نه، این معلومات باید این ملت مردم خوب بفهمن و خوب بدونن. خوب، فعلا بیننده عزیز گرامی، الحمدلله که یعنی 38 نفر به شبکه اصلاح پادپیسات کردن به شبکه اصلاح، یعنی که ما میرسیم 17-18 نفر میمونه، باز افرادی قدیمه میرون، افراد جدید با ابونه میشوند. به همون خاطر در گزارش سالانه هم براتون گفته بودیم. خوب، در پادپیسات کردن به شبکه اصلاح کوتاهی نکنید، به تلگرام اصلاح ابونه شوید، به ضمیمه اصلاح در تلفن‌های اندرویدتون میتونید که اسکچت کنید و همه معلومات مطالبی که در اصلاح نشر میشود یعنی که در خطون داشته باشید. 1022 نفر فعلا در نظر سنجی اشتراک کرده است، 1023 نفر و 85% البته مرگ رحمان رو خوشحال کننده است، 15% خیلی میخوایم که پیشوا سلامت باشد. یعنی منظور از این خیلی میخوایم سلامت باشد، افرادی هم هستن که میخوام بقپنش تو رحمان رو جواب بگه به این ظلم و جنایت انجام دادگیش. خب 427 نفر در گذاشتن لایکاشون الحمدلله که کوتاهی نکردن و 18 نفر در چت ها یعنی که فعال هستند. بهترین برادرانی که میخواهید صحبت کنید مرحمت واردی برنامه شد تا صحبت کنید هر کسی، چون ما صحبت همون رو تمام کردیم دیگر. چاپلوس هم از حمایت رحمان رو چکو کردن، بیشورا عاجز موندگیان. و همون خاطر مادران و خواهرانی که صحبت کردنی هستید بعد بحثای شخصی نکنید در چت، یعنی که یک چاپلوس میدارد که همون رو گپ میزنید، مهم نیستن اونها. چاپلوس اصلا نیاز به جواب ندارد، چاپلوس دیگه وظیفش است، اون باید که بلسه به هر زن و مردش به همین شکل هستن. الله هدایتشون کنه اینها را. ما دیگر وظیفمون گفتن است و ما علینا الا البلاغ المبین. ما یک رساننده یعنی آشکار هستیم تا اینکه ملت و مردم از وضعیت‌هایی که این رژیم منحوس ظالم یعنی به این وضعیت‌ها به این حالت‌ها آورده است رسانده است. به هر شکلی که می‌شود ما مردم باید آگاه کنیم، بفهمونیم تا اینکه از این حالت‌ها و از این وضعیت‌ها آگاه‌تر گردن. خب بعضی از برادران میگن که برای چی، یعنی که بازم در قضیه رحمانو همیشه کوشش میکنید که یعنی برنامه برای چی ما را همی است که در پرابلم دخت است. اگر رحمانو نباشد وضعیت ما کاملا فرق کننده است. اگر همین رژیم نباشد این تاجیک در اوکراین کشته نمیشه و تاجیک در روسیه چورکه و جمع شد نیست، تاجیک در تاجیکستان حقیر شده نیست، تاجیک در هیچ جا به این وضعیت نیست. به همون خاطر قضیه را باید کاملا به خوبی باید این ملت و مردم یعنی که بخوانند، بفهمند، وضعیت آگاه شوند. بله سلام علیکم، بفرمایید. حسین اشرف میکروفونتون کشتگی است. خوب، بله واقعا باید این ملت وضعیت به شکل بداند و بفهمد تا اینکه دیگر فریب نخورد. ما 33 سال است، 34 سال است که در اسارت، در بردگی، در غلامی، در تحقیر، در یک حالتهای خیلی یعنی که ناگوار قرار داریم. اگر حالا هم ما با همین وضعیت ادامه بدیم پس ما حالتمون تغییر نمیکنه تا اینکه ما و شما وضعیتمون خودمون تغییر ندیم. اگر حالتمون تغییر بدیم پس آینده نیک ما را انتظار است. در غیر این حالت آینده نیک انتظار نباید باشه. عبدالله بله میکروفونتون گرم کنه. خوب وارد میشوند و فیلم اینترنت در روسیه به کدام شکلی بد است. میتونن که توسط واتساپ هم اگر زنگ بزنن برادرایی که امکان صحبت ندارن توسط برنامه، توسط واتساپ زنگ بزنید. واتساپ کار میکند و با واتساپ میتونید که صحبت کنید. خوب 7 + 70 наконец-то. بله محمد اقبال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برکاته. بله برادر محمد اقبال دامی ساعتی رحمانوف والله قسم منی غم نخورده بودم. یه هفته شدم که غم خورده استم که یک ساعت بعد برنامه خطب میدرم میبینم که گپی نو هستن. ایو که پدر در مرده بودن شما غم داده ساسی. پدر حالت زندگی شو اینا زنده شو غم داد مرده شو غم میتی لعنت کرده. همین خلاف 100%. گردی رحمانوف خدمت مرده که یک بار ببره گپ زنه بگه که اینا رحمانوف اینا گزیر خونک اینا زنده و سوق سلامتن. اینا خدمت هرک داره ببره گپ زنه. ای برادر محمد اقبال ای رحمانوف والله قسم ایکو رولی پاوری بازی داره. ای یا جو معرکه میشوه کو فیروز منی پاور میاد اوقات منه خلق فیروز منی میاد اوقات نیستار. آن می رحمانوف کو ای سری ماگیش تو زیرا کو خورده است از تاجیکستان. خدمت آواز دادگی دامی رحمانوف کو برای طلبش کنه مرداشای زندهشای کو بینی. من در حیات آواز ندادم برادر محمد اقبال. هیچ کسی میلاد مردمی کو برای گپ زن دعوتش کنه. ای بر پدر نعلا ای صدا قسم در جون میزدای. بله یگان چوبلوز درمت برادر محمد اقبال تایدینی کم کن. گپ نیست شمنر انشالله باشم اونجا. خب تک 03 تک توجیک 03 تک 03 تک 03 همو حقارت کنید میکروفون کشتگی های. الو بله کدام گپ بود نشون دادیست از گپ زد. همون 7+70 7+70 تجاوزت کنه پدن علت دیگه پا. خب 7+70 یزنت و خوب گوش کنی انشالله شعر نره خدا خواه. توجیه کلی بیتری 7+70 داره برادرای شجاعی که غمی میلاد میخرنه گریه میکنن برای این میلاد ناموس داشتن در کاره که بعد تا 7+70 داره 7+70 داره باشی. شما ایمان نداره ناموس نداره با همون خاطر آدم بیناموس یعنی که گپ حیف های. آدم بیناموس چی گپ میزنه چی گپ نمیزنه هیچ فایدهش نداره. این همی تکای گپ زکو تکا کرم داکسی این چی میگوی دیگه هیچ چیز نمیگیره فقط بلوکش میکنی میره دیگه اگون راه نداره. ناموش تکا میمونه. این واضح با طرفدار رحمانوف همش تکاش دیگه تکای 03 اگر چند یک خیلی ما همه 03 میگی تکاشنده یا تکای سیرکای پیشی بزرگ بعد هم تکل هم میبرارن خاک بعد دیگه اصنش معلومه کاخی. خدا من هدایت کنه اینو را الله هدایتشون کنه واقعا هم لایق هدایت باشن. اگر هدایت شما لایق هدایت نباشن گفته گپا معلوم است. تکا کوشش کنه حقارت کنه را ما ایجا جورشون نیسته. اگر با عقل با یعنی که بتونید کذات کرده که راهی ما غلطه پیشوی ملت آدمی بزرگای خدمت کرده است از برای این ملت یعنی که برای راست برده است. از تاجیک تحقیر ندارن در هیچ جا. تاجیک تحقیر شدن نیست. تاجیک یک یعنی که ملتی با عقل ملتی است که یعنی که بر خدمتی که برای ملت داره یعنی که فایده دیده است. پس ما چیکار میکنیم؟ ما در قضیه کاملا آگاهیم. ما قضیه را کاملا یعنی میتونیم فهمید که واقعا درست است. اگر شما میتونید که همین قضیه را بتونید برای ملت و مردم فهمونده پس مرحمت ما گوش میکنیم تا اینکه یعنی که در برنامه هایی که ما انجام داده استیم این برنامه ها سببی چی هستن یعنی تو اینکه اگر ما ناحق باشیم پس ببرای مردانه ناحق بودن ما را اثبات کنید. ما گپگون گپ نداریم. حمایتگرای دولت را بدروره عبدالله رهنما را دعوت کنه بدروی تا حمایت کنه پیشو یگون گپی غلط نمیزنیم. پیشو را یگون تحقیر نکرده در یگون کلمه‌مون مرحمت بدرویان تکذات کنه که مبارزه ما برده ایسیم
یعنی در مقابل رحمانوف این مبارزه غلط است و باید ما همراه پیشوای ملت یک باشیم تا اینکه در خدمت این ملت باشیم. تکازتمون کرده بتونن امکان داره که ما بگیم خب دیگه این مبارزه نمیبریم، رحمانوف حق بوده است، ما غلطمون فهمیدیم، این ما بس کردیم. ولی تکازت کرده بتونن اگر که ما ناحقیم، رحمانوف انا با این دلیل تاجیک تروریست میگه میکشه برای اینکه باقی موندهش زنده مونه تکازت کنن. تاجیک دین اسلام دین ناحق، محمد پیغمبر دروغین بود، قرآن دروغه، تکازت کنه که همین ته هست دین اسلام و رحمانوف تحقیر داره و این کارش درسته. ببره تکازت کنه کار رحمانوف. مردم حج رفتن نمیمونه، ملاش ببره بگه که عمره رفتن جایز نیست، باید تو وطن تا عبادت کنی، عمره باید نره، هیچ فضیلت نداره در ماه رمضان. مرحمت ببره. ملاهایی که در منبرها میبره پیشوای ملت میگه داد میزنه گپاتون درسته، یعنی که شما در راه حق، پس ممکن است که اگر که یعنی که بفهمیم که شما راست میگه، یعنی یگان مشکل نداره، میگه ممکن شما راست بگی، خیلی ما غلط کردیم نتونستیم فهمیده، بخشش میپرسیم، میریم قفای پیشوای ملت. و علیکم السلام و رحمت الله. بله و علیکم السلام و رحمت الله. بفرما. اوضاع آمده است؟ اوضاعت آمده است. بله. بگو امیدوارم خوبن همه برادران که خوشن خوبن. الحمدلله همه خوبن. این قدر نامه های نوحیه های قدر شکایت یگان تا همی اصلاح شید، یگان تا همی وظیفه رفت که ما دیگر رحمانوف نکنیم. او را وظیفه اساسی ما رحمانوف گفتن های خبر یافتن که چی نفس میکشه، کجا دا چی کار میکنه. بله 100%. این برادرها مقصد بسیارش خسته را باشین. الان خستگی ما را گم کنه که بله الان هم خیلی مجاهدای در راه دین الله جهاد میکردگی را بسیار کنه. آمین آمین. گفتنی بود ما تو وقتی که اصلاح ای کار میمونه، اصلاح کارش انجام میتبود میکنم و انشاءالله در لحظه مدیرم در برامده یکم سخنی میدونه گفتنم، در یکم کامنتر نوشتنم، هیچینه با در حق هر یک برادر مجاهد، هر یک تاجیک که ای پشتی حقیقت ای پشتی محمد رسول الله های ما انشاءالله در حقش دوگیم، در خدمتش هستیم، چیزی که میتونیم، چیزی که دست ما میوه با دعا را هیچینه با دعا را. سلامت باشی شیرنر، الله حفظت کنه و خداوند جوانای هیچ وقت ناامید مانده و رو افتاده شدن در کار نیست. شکرانه همین دولت کنه در کار، شکرانه همین ملت کنه در کار که در همین دولت در همین ملت نمیمونن یک ظالمی که ظلم کنه، از هر یک ظلمش از هر یک قدمش خبر داره. سلامت باش شیرنر، بارک الله، الله حفظت کنه تو، بارک الله. خب واقعا 3600 نفر تماشا دارن برادران گرامی، 3608 نفر تماشا دارن، ولی 445 دقیقه بچه یه مردک شدن در کره. هر چی قدره که ترسیدین همین 3000 نفر اقلا 1000 نفرش یعنی که میان تونه بنده دیگه مردم تا آزاد میکنی. واقعا انقلاب هم 5%، 3%، 4% همینطوری میکنه، یعنی که همین 1000 نفر خطونه بگه که ما یعنی که نمی هستیم، نمی کرزل میکر رحمانوف کردیس از ما نترسیدیم، ایت ما جرست پدنالت میبروریم ترا یتیم فش پشت دلوی گوره پدنالت شکمش بو گرفته است، الله لعنتش کنه. رمضان رحیم زاده یعنی که جک چنش بقچش در یک حالتی غیر معلومه و دیگرش به همین حالت ها و چند نفر از پلکوادیتسوی که در بر رستم مانده فعلا گفتی گپوخه دیگه نموشن نمیگیریم در کدام حالت قرار دارن، همش معلوم است. مرد شدن در کره، مردانه زندگی کردن در کره، مردانه از دنیا گذشتن در کره، نه اینکه فقط غلام باش. پدرت بابامو غلام بود، پدرمان غلام، خودمانم غلام، بچه‌تم غلام، غلام ابن غلام ایزا کشیدن در کره. به خدا قسم این قتل خکافی ما ایا رحمانوف سگ، ایا رحمانوف خبیث، ایا پلید، ایا
مادر به خطا رفته تا اینقدر این ملت میترسه. انا بعد وضعیت من از این بد نشود چیکار کنیم؟ ما در روسیه تحقیر من دارن، در تاجیکستان زندان من دارن. ازبک گفته تحقیر کردن ملتی، یعنی که ازبک دینش تحقیر داره، مردم تحقیر دارن. در تمام وضعیت بعد آوردن گرفتار میکردن، ولی ما بازم از رحمانوف میترسیم. هر یک لقای بچه، هر یک برادرانی گفته گپ ازبک زبانن که در صف ما راستن، از ازبکستان، ازبکای ازبکستان، من تاجیکای ازبکستان نمیگم، ازبکای ازبکستان زنگ میزنن برادر محمد اقبال ما چی خدمت کنیم؟ ای بای به خدا شرم میدارم من که من خدمت تاجیک میگم، یکی برادرای ازبکی ما از ازبکستان زنگ میزنن ما چی خدمت کنیم برای شما را؟ من ولی تاجیکای ازبکستان نگفتم، من تاجیکای افغانستان شنویده ختون. یکی تاجیکی ما تلخ کفای مردک مو رنگی زنک شدگه، زنکا مو رنگی مردک شدگه. برای چی؟ به خاطر که پرمیله شدگه دیگه. ایزو کشیدن در کره، به خدا قسم شرم کردن در کره، ناموس داشتن در کره، ناموس تا زنده که مردک باش. تا اگر گفتی گپات قضیه را نفهمی نمیتونی فهمیده. بله سخت میزدگی رحمانوف کو فهمو، رحمان سخت میزنه. میکروفون گیرونه گبزه سخت زنی رحمانوف گب میزنی. خب وطن 665. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید. امروز واقعا در اومدن چه خیلی که مشکلی وضعی بعد دیکتاتور دفع کرد اوور در همه جا جوش کردن، چتریش کردن، اما اینترنت ها همجا هم کشه کردیم باور کرد. خب مسئله استاد، مسئله همین موضوع در اول گپ زنیم، بعد مسئله چپلوسو را گپ میزنیم تو اگ میبرویم. چی شدی رحمانوف این سونو یو بو اجوی مورا بو کوان بیوان مو یورا کفته سیمی چتریش بو پوچوشونا کفته سیم پیت خورا چپلوسو را هم پیتخی کلون گجوشی چی شد استاد؟ حکیم معلومه بعدن از زنده شوخی خیلی ما میدونیم که استاد خودت اوتیج که اینفرماتیا داری، ما میگیم که همیو بفهمه، شک شوبه نیست که اوتیج که اینفرماتیا میه خواب که گفتگی خیلی خواب میکنی و نکی شبه یو نمیبرویم بگن که نه یو مرده یو زنده، بگه کارتجش رفت اوش رفت او رفت، این اولاد همش با کارتج میروه، یعنی تن میره به کارتج. این اولاد نموزو باشم با کارتج میروه، قیل اسب رستم شم اونا کس پشتاکی چینم دوره، اونا کس پشتاکی سیاکی نو وزیر شی تندرستی شی چی شی فرزانه عروسی رول تنوخه ای پشتیامو ای تیزو یامو کی کاتگوری میکرد کو یوسف رامون همه با کارتج میگذارن دروغ نگی نوخی، فقط همین تن میگذاری، اینا تو میبینی لاو ملسی تمام. چه که نمیره این مسئله این واقعا کشه بچید. من هر روز کامنتاریوی همون چیزا دامه نایسیم رحمانوف کو جوشید ونیمانی رحمانوف ایشیت میگم بدروین مردم هم اجا دا بنویسین دیکتاتور نیست بگین. بفهمن هم خیلی بفهمن هم چپلوسا دوملوکی هم خیلی هزار مکشی قتل میکنی در جای اوه با آدم پیدا میشه و مبارزه میبره، لیکن خیلی خودش با شرمندگی نابود میشه. بله یه روز نه یه روز پیدا میشه و لیکن این شرمندگی یا خیلی پرزیدنت غیب زنه. انا مسئله دوملو اکه کی را بگذاریم، مسئله همی چپلوسا دا کو تو بگیم بگذاریم بگه تین جای اوبودای هم از حد فویزای اوخی چطایی تین جای اوبودی که در دوشنبه یک خونه را با 4-5 کس میفروشن، یعنی 200 متر پویان ای قصر ملت های 150 متر پویان ای خونه قیل اسبای 50 متر پویان ای خونه رحمانوف نمی پویتخت دایی کشیدی سای با یک از دو کسانه اینم خیلی
دهها کسای اوجا صدها کسای یک خونه را دوملو بس فکر که با 4-5 کس میفروشن. همون خونه‌ای که این دستروی مردم خریده هستن نخرین. حوزی وقتی خونه خری نیست. همین مردم وقتی که یعنی که همون پول تبرد دلار که دمو خونه مونش بوشه در بانک هم نمونش که پرابلمات میکنن فریبت میکنن. همین کوشش که یعنی که همون پول تا در خونه مون باشه وقتش میرسه. ولی وقتی گریز میشه و خونه دیگه ارزون میشه و نیمی خونه قطعی دوموی سوختگی را اویل رحمان فروخته است. فراموش نکنی وقتی گریز ای در وقتی گریز خونه پونه نخری. آدمایی که پول خونه داد خونه خریدنین خونه نخرین. وقتی خونه خری نیست توزی بچه‌ای که در گرمانیا خونه خریدستن در اروپا خونه خریدستن گفتی گپا توکلشون به خدا نه که بچه‌ای که در آسیه غم یارو نمیخرین. برای چی؟ برای یو فقط برای رحمان فکر کردهستن خوب خداوند بزنا بگیرن همه چیزشون. نه که شما یک مهاجره نخری خونه. وقتی خونه خری نیست وقتی پول دادن نیست که برای رحمان پول بتیه پلوتونا بگیرن بگریزن بروان دیگه آدم دوم تا این اولاد نه ماشین بخره نه خونه نه زمین نه مغازین هیچ نخرین بگو. یا خونه را یا مغازین با 5 کس میفروشن هم خیلی این هم یک دولتی تینجی و بودیتون هم اولاد هیچ نخرین. نه نگاه کنین ده دوملو بینم یا چرا مقایسه کنیم نمیشه لوبوی کسازی روزی میشه وگرد مده علل خصوص خودت. هر پلانت هایی که زندگی داریم یعنی این همی دنیایی که زندگی داریم این پلانت ها یعنی خیلی چپاگردون که بجفش یا خیلی دولت رنگ توجیکستان نمیوی که یا خونه را با 4 کس بفروشه نمیوی تری در یکم جو اون هم افریقا دا نمیوی. نمود باندیتیزم دولت هایی که هست همون توی درجه را بسپریدلی نیست اخی. اما در بیشتی روی زمین بنام توجیکستان هسته تری کورنا ما دیدیم این کورو با خدا رسما شده در رادیو زودی دیدیم انمی ای تینجیتون بفهمین چوکلوسو بعد یا بالو دوملو همیو را همه کورو با تشبوسی همی پیشوای ملت میشیده همی کورو هم دومسوزو هم تو پای نیستن اخی میدونن کی همین اوای بولو لویا جزیره میتاش او را در دومسوزی که میسوزد 1000 خونه داشته باشه 500 خونهش هم میزنن نیم شقیل اسب میگیره روستان میگیره اس یتیموف میگیره ایش میگیره و دیگه یا مجبوره هم تریک نه دیگه چیش میترس نداره اخی یا کی میدونه که دولتی فرسوده های همین کرو را پشتیبانی کی میکنه انمی رودبادارو میکنه بفهمین رودبادارو که شما این گناهگار انمی شما که مردم ظلم میکنین برای لایک برای نام مخالفا و میکوبمی و اینشون همین کرو جنایت ها شما های نمی خونه را با 5 کس میفروشین پشتیش هم میگه نمی حکمت نگه که کنتونا بدرونین ای دستی شما یکون کرنا میویه این همی جا 4,500 نفر تماشا داره برنامه را همه تا یک زویره یک یعنی که تواره یک کسیش در مدد کتیست است که کنتونا بدرونین رحمانو تجاوزتون میکنه دختر تا زن تا پدر مادر تا به برق میمونه ترا مواجیر میکنه در بدرد میکنه این همیو طرفدار پیشوان همی یا طرفدار محمد اقبال ببرویه بگه که تحقیر کنه اینوی محمد اقبال یا محمد اقبال تحقیر کرده است نمی طرفدار پیشوا این همی زویرای میبروید چی میگه که یعنی که خیلی که دیگه کنتونا بدرونه یکم نمیتونه پیشوا را این همی انا کل بیست یا برادر دیگه در اینجا نشتگه که سلام علیکم برادر محمد اقبال با مردن یک آدم خرسان شدن گناه های والله بالله تالله با خواب رحمانوف که مردم اگر ظلم نکنه یعنی که بهتر است از بیداری پدنالت که ظلم میکنه مردم میبره مردن رحمانوف و با جهنم رفتن رحمانوف یعنی که خرسان شدن این ملت ابو جهل بمبره خرسان نمیشه ابو لهب بمبره خرسان نشیده است پیغمبر در مردن ابو جهل دکشتشنش خرسان شد در ابو لهب در عتبه
در هر یک نفرایی که با اسلام ضدیت مخالفت کردن، یعنی که پیامبر آزار و اذیت دادن، این قدر مسلمانی که ایدست این خوتی که پدنالت به ایمان خدازاده ولدزینوی، یعنی که بچه مریم گورسوخته گوری مریم غرب در بگیره خرسنده شوه ملت به مردن ایده کی خرسند شیم با دیگه. ما دیگه یگان دشمن نداریم. من این ملت ما در فکر یگان دولت نباید باشیم. ما در مهمترین کاری ما در فکر وطن خودمون بودن است. در دنیا چیزی میگذره نمیگذره همه جا صاحب داره. هر یک خانه خزیان داره، هر یک دولت صاحب داره، هر یک دولت ملت مردم خودش داره. ما دولت خودمون داریم، ما مردم خودمون داریم، ما ملتی تاجیکیم. باید که شهروندان تاجیکستان، ملت تاجیکستان در فکر آبادی دولت خودمون باید باشیم. ما اگر در قبولش میکنم دوملو، خدا لعنتش کنه. بله خدا لعنت کنه هر کسی که همین رحمانوف ده صدقاً خدمت کرده یا خدمت میکنه. این هم خیلی خداوند همین همین روزای سیاه مردمی که عذاب میکشن در همین خنکی و تنکی و در همین دنیا و در زندان هستن هم مردم تاجیکستان، خداوند همین روز بسری همین هر کسی که خدمت میکنه به همین رژیم الله اینم تری روزا بسرش برسونه و خور و ذلیلش کنه، چی در دنیا و چی در آخرت. روز خوب ایشونش نتا پروردگار. یا بار هم آدم چپ خیده در آینه نگاه کنه، در دانی کودکش یوگورت میمونه، همین یوگورتی هم اکی ای ظلم کردی این مردم همون نمیدونن که این مردم در چی عذابن. خونهشون گرمکک سوید، دیگروس برق ندارن دوملو. نی خدا نداره. اون مردک برنامه گذشته در برام چی گفت؟ گفت که 70 سمه روزی کوریم. وقتی دایم میزنیش 10200 میشه و او چند روز شب خدمت میکنه. میگه 500 سم پولی برق برومد و خدمت شقتی برق بزنش پولی کمینالکش بزن 1000 سمش میمونه. رولتنش میگیره، خوبچه‌هارت میگیره و طلا میکنه میخره. امیه زندگی، امیه دولت داریتون، پیشوای ملتون. چی میکنه همین کارا را؟ همین رتبه‌دارا میکنه. نباید صدقاً خدمت میکنیم به همین رحمانوف، همین شما میکنیم. بله اون برآمده ایش رو نوشته سای میگه ایدستون شینا میویا هر گپ میگه که ما گفتیم اقرات نکه اینجا برآمده خیلی گفته سان و لبوی کارا درون میکنن دوملو. ایش زنیش تجاوز میکنه، گایی یا پرستوی گایی چیکارا میکنه. همین دولت لدستی همین صاف بندیت تروریست دام خیلی زندگیه. انا چوپلوس گپی راست گفته است که من طرفدار رحمانوف هستم لیکن حاضرش ده. یعنی حاضر که من یعنی که منفعت دارم طرفدار رحمانوفم. برادر گرامی، طرفدار رحمانوف در حالتی که تو منفعت داری این ملت ضرر دیده است. یعنی که در حالتی بعد آوردن من بار دیگر میگم تون الله شاهد است، اگر من در تاجیکستان چاپلوس میبودم و همین چیزی میگفتن به همین اویله در حالتی که 100% نزدیک بودم لوبای کار کرده میتونستم ادیخ میکردم میگشتم. لیکن من غمی همین ملت، همین بدبختی حالت ملت مردم دیده ناموس ایمان و وجدانم نبرداشت که من در عزت باشم، مردم ملتم در حالت پس باشه. یگان وظیفه سوز کار میکردم، یگان مشکلم نداشتم. لیکن من برای همین ملتم خستم، هم برای همین ملت مبارزه. یا آدمی که برای هدفش پولای تو ساعت 4 شب کار نمیکنه که ای چی پول میگیرم من 300 400 سومی همین یوتیوب. همون برادرایی که در اصلاح کمک میکنن خودشون میدونن که چخیل همون پول با کجا رفته است. 100% خودشون میدونن نمیره. همین قرا عقل تو نمیگیره. آدمایی که مقصد پول باشه یوتیوب یک کپیک نمیتیه. برای چی ما برنامه میکنیم؟ برای چی من 24 ساعت زحمت میکشم که همین ملت مردم رو بفهمونم؟ چیه هدفم؟ هدفم آگاه کردن ملت مردم است. از کی میخواهم چیز؟ از الله هم عزت میخواهم، نه از یگان کس. هدف مبارزه من مقصدناک و دارای عقیده بودن است. هر شخصی که در مبارزه دارای عقیده نیست اون نمیتونه مبارزه برده. چون که در مبارزه 24 ساعت تحقیر دارن، محمد اقبال 24 ساعت حقارت دارن. هر چیزی که ایدهانشون گپ ببره گفتن اویا من خسته شدم نه 29 ساعت بگنم واپس پاشا رو نمیبره. برای چی؟ برای هدف من معینه، مبارزه معینه. برای چی مبارزه برده است معین است.
الله میدونه، مسلمانان میدونن، ملت مردم میدونه. پس مبارزه من هدف به خاطر سرنگونی رژیم دیکتاتوری رحمانفای. آدمی بله که مقصدناک مبارزه نمیبره او هیچ وقت مبارزش یعنی که برای یگان پول، برای یگان چیز، برای یگان شهرت، او یه هفته، یه ماه، 2 ماه، 3 ماه میبینه. باید که 1000 کس هم تماشا کس برنامه کم، 800 کس هم تماشا کس برنامه کس، برنامه زحمت میکشن بچه 10,000. البته حوزه اصلاح یک یعنی که کارش دیگه است. به اون خاطر مثلا ریکامنداسیایی که حوزه داده ایستن یعنی که در نزدیکای نظری، ولی هر روز برنامه تماشا کرده ایستی، هر روز تقدیم داریم. ما یگان چیز نگفتیم. مقصدمون چیه؟ مقصدمون رساندن درد این ملت. برنامه نامه ها که همین ملت، پدرت می نویسه، اوچت می نویسه، برادرت می نویسه، تو خودت نمیفهمی که امرا برادرت نوشته، یعنی که ما نمیگیم که کی نوشته استش. نیکی تم رو تماشا داری، دردی همون قشلاق تا دردی ناحیت دردی همون مردم تا تقدیم تون داریم. ما نگفتیم هر روز یعنی که اصلاح جلسه هر روز بچه‌ها خط گپ زدن، اینا امروز یه روزی مثلا که 10 ای میره 11 ای برنامه میره، اینا تاریخش این تاریخش ابرا باید، انا ایش ابرا باید، برنامه سیمیکا نیوز باید آماده شود تا اینکه برود، برنامه ایش باید برود. برای چی؟ به خاطر اینکه ما هدفمون مبارزه بردن بر علیه همین رژیمه. ما یگون چیزی نخواستیم جز از یعنی که آزادی همین ملت. برای همین ملت مبارزه برده ایم. بله برادر. خیلی دوملو و داو درون هستن، بخشش گپ ممکن تر درست شد. دوملو و داو درون هستن و فکر میکنن و چخیله هیلا و نیرنگ میکنن، روشد کروپسیا میگیرن و فکر میکنن که همه خیله ایسنشام همه خیله و همه فکر میکنن. دوملو و جاکو هم شتگیه نمیدونن که چه کنن که همه باید همه روز یگون بزنن، بکنن، بگیرن، بخرن، بشپن، بگردن. تمام. و نمی قای او سیستم های همون دولتداری رحمانوف هم خیلی شیدگیه آخه. هم لبای کسا پرس هم خیلی در این دوره داشتگیه تو یگون سنت یک کفتانسد نمیته. و باید برای مردم خیلی دیگه احساس که اقبال پرستا عدستان یگون چی نمیه، شما پاجیسنی شیطانید. محمد اقبال یا فرزند همین ملت است. کسی که محمد اقبال بپرسته او مسلمان نیست و او از اسلام خارج می شود. محمد اقبال یا آدمی یا برادر کوچکی هر یک فرزند همین ملت است، فرزند همین وطن همین ملت است. هیچ کسی از این بالاتر نیست. یک برادر و یک شهروند و یک فرزند همین ملت است. محمد اقبال مبارزه میبره و آن چیزی که جنایت رژیم هست برای مردم میگه و هیچ نفر محمد اقبال نمیپرسته و اگر پرسته او کافره. محمد اقبال هیچ کس نیست جز از یک برادر کوچکی همین برادرای همین ملت، پدرای این ملت باشه، فرزندشون مادر این ملت باشد، فرزند همون مادر. کسی از این بیشتر نیست. ما کلتوریچ نیست. دوملای قوقای پیتوخ میتخوش اهمیت نتری. این خیلی رقصه و بوتیلکا و موتیلکا عرض برنامه میکنن ایورا وابشه یا قبول نیستن یا همش یا پیتوخان. اون آیاتش زد رفت کنجی ترمده شیش روی شد میزد. اونا با چیم داشت شکی بود که بختری بختری از زندان برآمد یگان 10 روز چون از زندان برآمد همون انسان اکو ما نمیخواهیم امورم شانه که اخی همون آدم میدونی چی با زندانش کردن برای اقرارت اینا هم بوتیلکن نه اخی او آدم پرستان هم مصور را رکلام کرد دیلش با هم جوش سوخت او را ندونستن چه خیلی فایرات کنن بشنونن هم بعدی بوتیلکه را تلا کردن یه ای سام زوادیتش کرد و گرفت یک کشی سرش داد گفتنش که بخی بیو انا می حکومت بدون نه طرفدار رحمانوف ما یک خط از کرایه عاقبتشان هم میای شما هم غلطیدگین امروز نه پگن فرد و میغلطین ما نمیخواهیم هرچند که شما تور هم باشین یکی شما پلیبامو میغلطین. خب دوملو آخر سخن کنم همی برادر شرافیدین گدایف جدای نمیتوه برادر شوکت محمد جدای نمیتوه هسته همشون هستن برادر انشالله که بله مقصد کنم همی بروی قطیمونه صحبت کنن آخر یک مثال برنامه رنگ دیگه بگیره خاک شوکت محمد او قطی سلیمان سلطانزاده و دلنی رسپوبلیکان که آخر و دیگه هم آخر
هاش رفدین گدای کم بود روی ای سوخی هم هستن برادر، انشالله که همش هستن، خدا همش هستن و انشالله که کار ادامه دارد. های زنده و سلامت باشی. خدا کنه که همون تسترم بوم برهم روزیم دوملو. های مردم هم جا بنایسا کمی کرده بوم برهم روزیم تز همی رژیمی خانواده دفع شوه که هم یک خونه را با 5 کس نفروشن. امین. زنده و سلامت باشی. سلامت باشی برادر. یک سوال داده است در اینجا، یک نفر نوشته است که یک سوال در شما: آیا CRO مسد به شما پول میدهد؟ ها قسم خورد. والله ما از یگان کس پول نمیگیریم که اگر همین CRO مسد یاردم کنه که همین رحمان فچپا کنیم 100% ما راضییم، یگان پرابلم نداریم. شیطان اگر بگه که همین بازی رحمان برزیم بریم چپاش میکنیم، میگیم قبل نیست پیش بدرو همین پدانالات چپا کن در کره. اگر چند که شیطان رحمانو گفتی گپو آدمی زور نمیو هیچ وقت چپاش نمیکنه که همین هر کسی بجای همین رحمانو مبارزه برای بخواه که همین چپاش و لعنتی همین ملت آزاد شوه، ما یگان مشکل نداریم. من نه شیطانم نه شیطانی را دوست میدارم، نه یگان وقت ملت مفریب کم، نه دروغ گفتم. اگر از کسی که کمک میکنه حتما میگم که همینا ما را کمک دارن برای آزادی وطنمون. که حالا ما را یگان کس بله صحبت ها با بسیاری از جهات های رسمی شده ایستند، چون از نگاه سیاسی حرکت سیاسی اصلاحات خواهان ما کارمون انجام داده ایستیم، ولی انشاءالله که وقتی که اون چیزهای مهمی که رسید حتما ملت مردم، البته قبل نمیگیم ولی تا به حال نه CRO نه مسد یگان یاردم ما ندارن، ولی اگر میگم که ما را یاردم کنه هر کشوری که ما با مراد و مقصدمون برسیم، اگر مشکل ندارم. مراد مقصد ما آزادی همین ملت، نجات همین ملت از ورطه همین دیکتاتورای رژیمی که خوناشام رحمان فای. همین ملت آزاد باشد، در آزادی ملتمون هر کسی ما را کمک کنه، ما یگان مشکل نداریم با هیچ کس. من رنگ دیگری ما نمیگم این دروغا کو نمیشواب، نه، همین هر کسی که کمک کنه ما مدام که همین رحمان فای چپک کنیم با هر شکل وسیله میشه. ولی انشاءالله که خداوند حتما کمک شه و اون چیزی که یعنی که مسخر کردن هر دولت هر گروه هم که بخواهد به مبارزه ما کمک کنه، اونم یعنی که چی است؟ خدر مقدور است که الله سبحانه و تعالی کشیده دستش که همین کار شود. رحمانوف یلتسین قطعی کریموف کمکش کردن به قدرت رسید، اینا این کار میتونه کردنی. ولی اگر روسیه قطعی ازبکستان کمکش نمیکرد، رحمانوفی خوگجوشی پدانالات اگون کس فرموش رستم احمدوف گوش کنه، وزیر دفاع ازبکستان اومد پوچوش گفته گپا در خشتی که ایزارش میشتگی پدانالات در پیشی کی میشنه لوبای گپ بگه من آمودم نیست میتوشتن بکشم که من باید رئیس شم. فنگاکا اوتا گفته بازار گرفت کشتش قد فیضلی قدرت گرفت، همه را برد ترمکر کشت، ایاقوب سر کرده تا غفور سیدای تو همش از من گرفت کشون قدرت در دستش. برای چی؟ برای که هدفش دشمنی همین ملت همین مردم بود. به همون خاطر ما اون چیزی که برای این ملت لازم است و مهم است که باید انجام بدیم تا اینکه این پلید رحمان رو شکست بخوره، تمام راههای یعنی که برای رسیدن به سرنگونی این رژیم اگر تمام شود، یگان مشکلی در اون وجود نداره. چه رحمانوف 35 سالی مردم غلام کنه، یعنی که با کمک خارجی ها بتونه، ولی اگر ما و تو با کمک اگر به شرطی که یعنی که درست بگیره و بشوه رحمانوف سرنگون کردن، باید بگیم نه ما فقط قطعش کنیم. یکی ما میدونیم که باید خودمون بکنیم. اگر ما خودمون یگان کار نکنیم، هیچ کس یعنی که ما رو یگان کار نمیکنه. ما او تو سر کنیم، بعد کمک رو میبینه که چخیل میشوند. مهم این ملت باید کار انجام بده تا اینکه یعنی که به قدرت رسیدن این ملت برسد و ما بتونیم دولت تشکیل کنیم که در اون دولت تمام مردم آزاد باشند، تمام شهروند کشور آزادانه زندگانی کرده بتونه، هیچ مناپولی نباشه، هیچ ظلم نباشد، هیچ تحقیر به هیچ کسی نباشد، هیچ کولت لیچنس شخصیت یعنی که شخصیت پرستی وجود نداشته باشد. انا همین خیلی دولت باید ما شما بسازیم با بهترین دولتی که دارای یعنی که سیویلیزاسیا و پیشروی و اون چیزی که یک دولت باید داشته باشد. این ملت ما باید مستحق همون است و باید ما هم کار انجام بدیم. و همون خاطر یعنی که گپایی که شما میزنید این گپای دروغ یگان معنی و فایده نداره. گپای شما خوب فعلا در بازم باور کرد
4000 آدم تماشا میکنه، سری 500 لایک. نمیدونم ای چی میترسه این مردای تاجیک. این مردای تاجیک فقط یعنی که خداوند همین تلخکف کردگی که رحمان فی پدن نعلت این مردم قطعی یتیم فی مغلش قطعی بقچش، یعنی که به این حالت ها آورد رسانیده است، ولی یک بار نمیگه که ما مردیم و ما باید برای این وطن ملتمون کاری انجام بدیم. و خدا قسم انسانی که اگر بخواه مبارزه بره در لوبای حالت مبارزه‌ش میبره، در لوبای حالت. ولی افسوس که ما تلخکفیم. همینجا 4000 نفر تماشا داره، یعنی که 500 لایک شده است بازو در جایی که اوزی 1500 2000 باشه تو اینکه رحمان و تلخکف شد. از این لایک شما یگان منفعت نیست جز از جانبداری که همین ملت و مردم همین کورانی 1217 نفر آواز دادن. 1217 نفر 84% با مرگ رحمان و خوشحال کننده میدونن، 16% خیلی میخوام که سلامت باشه. یعنی درون چند گروه نفرای هستن که میخواد سلامت باشه تو بقا میشه، ولی مهم که 16% مردم یعنی که سلامت بودن رحمان فهم میخوان، 84% یعنی که با مخالفی رحمان رو میخوان که رحمان فالله سبحانه و تعالی هر چیزی تر جونش بگیره. ولی در گذاشتن لایک ها کوتاهی نکنید، باور کنید لایک های شما سبب جانبداری و آگاه شدن یک فرد ناآگاه دیگر است. یک جوان ناآگاه هست که لایکی گذاشتگی ترا میبینه و اون میفهمد که کار برای این ملت انجام دادن در کاره. تو یگون کار نکرده، نه پول داده، نه یگون مبارزه ده سهم تا گذاشته، ولی همون لایکی تو سهمی تو در مبارزه است. امکان داره همون لایکی تو سبب میشود تمام عمل هایی که ما انجام میتیم همون لایکی گذاشتگی تو سبب شده است به کار خیر، دعوت کننده به کار خیر و مانند انجام دهنده همون کار خیره. دال برای خیر، دلالت کننده برای یک عمل خیر، کفاعلی به مانند انجام دهنده شه. ولی شما فقط تنها و تنها باید تو پیش بر تلخکف باشه، باید که کار کنه که در رژیم رحمان و یگان چیزی برسد. برادرایی که در هر کجای هستید همراه بدنتون با اصلاح از حالا معین کنید. ما وقتی که رحمانوف مرد یا اینکه یگان گپ شد ای ما قطعیتون بودیم، ما هستیم، ما زید رحمانوف بودیم، این گپو دیگه فایده ندارن. مرد هم مردی است که در حالت مشکلات در مبارزه هست، در حالت آسانی هر یک گفت گپو شعری نره، هر یک عالمه، هر یک یعنی که بزرگ است که دیگه خاک ما عالم ما که نمیتونیم مخبدیم نه هستیم قطعیتون که حالا فعلا وقتی ننگ و وقتی یعنی مبارزه امروزه، نه اینکه پس از گذشت آوان و پس از گذشت چند وقته یعنی که دیگه بعد پیدا شوانه این ما هستیم، این ما او وقتو دیگه همه هستن. در وقتای یعنی که وضعیتی بهبود رفیق خیلی زیاد داریم، خیلی یعنی که افرادی هستن که در حالت نعمت هستن، ولی ما در حالت یعنی نقمت بدبختی که این ملت قرار دارد مردانی با ناموس و زنانی با ناموس این ملت لازم داریم تا اینکه در قطار این مبارزه باشن و کار برای آینده این وطن این ملت انجام دهند. خوب، خیلی زنگم از واتساپ آمده است ولی خوب دیگر افیر اینکه در افیر تانوانید یه را پیشکی روان کنید تا اینکه ما اول ببینیم گفتی گپا وقتی که ما دیدیم بعد میتونیم که بمونیم، ولی وقتی که ندیده باشیمش ما نواره پیشکی نمیتونیم که بمونیمش. خوب، بله بله، سلام علیکم. سلام دوباره. علیکم السلام. اینترنت سلامت باشد برادر، خوبیم الحمدلله. بله چه خیر، زنده باشید. سلامت باشید. در رابطه با این موضوع شما رحمانوف است، چه خیلی موضوعشون چی موضوع؟ رحمانوف غیب زده است، یعنی یک ماشین تقریبا که نیست، نمیدونیم مرده یا زنده. میره خیلی پایش است، گلیمش دراز کرده رئیس خواه. ما با خود معرفی کنیم که ما پاجیکایی که در افغانستان مستقر هستیم، در افغانستان هستیم. بله
دیگه کجور ما کسایی هستیم که اصلا از تاجیکستان هستیم، از شهر کولاب، از شهرستان مومن آباد هستیم و زمان عروس آواره شد آمدیم به افغانستان. انشالله همون درک احساس و همون اون رگی که از تاجیکی داریم در بدن ما هست هیچ وقت ما تحمل کرده نمیتونیم. این بدبختی ها را غیر قابل تحمل هستیم. یک کس هم میبینی از در دودی انگش به علاقت میرسه، یک کسی از بیبرقی داد میزنه، یک از اجاره های خانه داد میزنه، یک قریبا بسته کده دیگه هیچ کسی نمیبونه که دیش بگذاره. این پس از این معلوم شد که دشمن اسلام است، دشمن پیغمبر است، یک ابوجهل است، یک دجال است، با این مبارزه کردن در کار است. دیگر ما شما تنها نیستی برادری عزیز، فقط ما در کنار شما ایستاده هستیم. همون شکلی که در زمان عبدالله نوری که به همراه 4000 نفر پناهنده شده به افغانستان آمده بودن، به همراه اونا جای دادیم، حمایتشان کردیم. انشالله تعالی شما هم اینجا خانه ما نیست، هم اینجا خانه شما است، هم مردم تاجیک است انشالله. بله ما مثلا همون احساس همون خون تاجیکی در دل ما هست. ما انشالله امید داریم که روزی به تاجیکستان برگردیم، اینجا در کنار برادرای مجاهد خودستان شویم و از حق و حقوق به پرچم اسلام در اعتزاز بیاریم. خلاصه که فردا اگر شهید هم شیم، کشته هم شیم، پیشی پروردگار سرمون خم نباشه. این یک عروسک پوتین است. همون شکلی که ما در افغانستان امریکا را شکست دادیم، انگلیس را شکست دادیم، بزرگترین رژیم یعنی پوتین است که قشون خشوگاوی را شکست دادیم. حالا بشار اسد در سوریه مثلا شکست خورد. همین شکل همه کشورها ما فکر نمیکنم که برادرای تاجیک معناش تاجدار یک قدر خاموش ایستادن. اینا نمیدونم که آیا تاجیک بودن به چی معنی، یعنی غلام بودن؟ نه، تاجیک بودن به معنی تاجدار باید از حق و حقوق اسلام دفاع کرد. دیگه نمیدونم برادرای ما چرا خاموش است. خب دیگه باور که شرم می مردم بود که همه برادران تاجیک دنیا، چه تاجیک افغانستان و چه تاجیک ازبکستان، صدام براد تاجیک تاجیکستان تلخکب خپای از ظلم رحمانوف میترسه و یگان گپ نمیزنه، در حالتی که به خدا شرم این ملت بود. سلامت باشی برادر عزیزی ما. از کدام منطقه افغانستان هستی؟ از طالقان یا که از چیاب، از رستاق، از کجا؟ ما از ولسوالی چاو هستیم. اکا جان برادرای تاجیکی ما اگر صدای ما را میشنون از من ناراحت نشن. ما در اصل تاجیکی هستیم، از مومن آباد هستیم، از شهر کولاب و خیش تبار داریم. اینجا آواره شده آمدیم. همون درک احساس تاجیک بودن در دل ما هست. ما تاجیک اصیل هستیم، از حق و حقوق برادران ما دفاع میکنیم، خواهران ما از حجابشان دفاع میکنیم. اونا نمیبونه که خواهرای ما را مثلا حجاب درست بکنن، زیر اثر روس است و وقت میبینیم نوارها را خیلی ما ناراحت میشیم. سلامت باشی برادر گرامی. بارک الله، بارک الله. خوب، واقعا هم خیلی یعنی که مشکل است. بله بله. سلام علیکم. بله واتساپ. بله بله. سلام علیکم. علیکم سلام. همین مردم گوش کردی؟ همه گوش کردی. سلام علیکم. و علیکم سلام. همه شما نفهمه که 35 سال شد کار کرده سای خدمت مردم کرده سای این حال اتپس کرده اعلان کرده است که اتپس کرده در قای مقامش کیه؟ در جاش کی باید کار کنه؟ آیا آدم اتپس کنه میبراید یا آدم دیگر؟ رستم امامعلی خود دوزی تاش نمیدونه که رستم رحمانوف امامعلی 35 سال خدمت کرد، نه اتپسکا برآمدگی. ای تاریخ اتپسکا برآمدگیش کی میدونی؟ بتونی گفته روز یکم ینور. بعد این فرمانو با نام امامعلی رحمانوف برآمدگی اند. وقتی اتپسکاش خیلی فرمان برآوردگی وزیرا را وظیفه را داد وزیر یعنی که دا اتپسکا هم فرمانو را دیدی. وقتی که میبروین گپ میزنن دیگه نمیدونن که چگونه جواب بگن. به همون خاطر خیلی یعنی که مشکله. وقتی که آدم یعنی که مشکل داره در پاسخ گفتن، به همون خاطر دیگه یعنی که نمیدونه که به کدام شکل جواب بگه. این کاری بازی نیست. یعنی این کاری بازی نیست که وقتی که میبروی تو گپ میزنی ولی یعنی که جواب نداری، دلیل نداری در گپت. این خیلی مشکل است. وقتی که
یا آدم اتپسکا میبرویه پرزیدنت هر کسی که است، یعنی که باید که رسما اتپسکا ببرویه و آدمی که در جای او می باشه یعنی او باید قای مقام باشه و اون کاری پرزیدنت میکنه تا وقتی که او در رخصتی مهنتی قرار داره. رحمانوف هیچ وقت رخصتی مهنتی برآمدگی نیست براش که هم وقت در رخصتی مهنتی است. در سفرهای نوحیه هم برای رخصتی مهنتی است، گجای خوریش سفر دولتی هم داشته باشه در رخصتی مهنتی، اودیخ کرده میره و اودیخ کرده میاد از عملیات 92 میلیون همه این کارو چیان در رخصتی مهنتی رحمانوف. و رحمانوف دیگه 34 سال در رخصت، اگر رحمانوف در 34 سال در رخصتی مهنتی نمیبود یعنی که رحمانوف هم یه جمعه رو چرا میکشه او خودخری میره و رخصتی مهنتی است. حیاتش رخصتی مهنتی است، حیاتش در اودیخ گذشته است. این دیگه چی رخصتی مهنتی داره که با رخصتی مهنتی که اگر بازم بگه که من رخصتی مهنتی میرم باید که رسما در جاش یک کسا بگه که اینمی رستم امام علی فعلا قای مقام من و من رخصتی مهنتی برآمدم. یعنی را ما قبول داریم و هیچ مشکلی دیگر در این قضیه به وجود نمیاد. ولی در غیر این صورت یعنی که واقعا خیلی مشکل است که یا آدم رخصتی مهنتی نباشه ولی بگنش که رخصتی مهنتیه. پس یعنی که جواب بتیه برای ما را، یعنی که جواب بگه برای ما تا اینکه ما بتونیم فهمیده، تا اینکه ما یعنی که قضیه را کاملا بتونیم فهمیده. خب 1260 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن، 537 تا شیرمرد شیرزن این ملت لایکاشا گذاشته است، 80 نفر پدیلیسا کردن و الحمدلله که 42 نفر پادپیساتسیا به شبکه اصلاح کردن. یعنی اینم خیلی چی است، خیلی حالتی خوبی است الحمدلله که ما دیده ایستاده ایم و انشاءالله امیدواریم که برادران و خواهرانی که به شبکه اصلاح پادپیساتسیا نکردن یعنی که در آبونه شدن به شبکه اصلاح هم کوتاهی نمی کنند. و تلگرام اصلاح هم آبونه شد برادران و خواهران گرامی. هر وضعیت و حالتی که می شود شما حتما از تلگرام اصلاح یعنی که وضعیت و حالت به خوبی و به زودی انشاءالله که آگاهی پیدا میکنید. البته در قضیه بزای آلمان حالا هم کار داریم و معلومات های جالب از بزغاله آلمان رسیده ایستاده است. حتی همون یک مرده که یک بچه که مرده بود همون هم پیوندی که ساخته سفارت نتونستن روانش کرده در یک حالتی یا یگان کار از دستشون نمیآید. فقط وظیفه اینا تعریف پیشوای ملت و دروغ گفتن و حیله کردن. و همون خاطر بزغالای آلمان دقت کنید. بزغالای آلمان در این وضعیت ها و حالت هایی که شما قرار دارید واقعا هم حالت و وضعیت خیلی بد است و خدا کند که یعنی که این ملت بتونه فهمیده بزغاله را از مردم واقعی و مردمی که یعنی که حقیقت هم میتونن فهمیده. خوب فعلا بیننده عزیز و گرامی 3 ساعت و 8 دقیقه شد برنامه منبر مهاجری 390 ما ادامه دارد ولی دیگر فعلا هیچ زنگی نیست، هیچ نفری در یعنی که واتساپ هم یگان زنگایی یعنی که همون چاپلوسا هستن که دیگه فایده نداره. صحبت اول حقارت کرده گیه بعد زنگ زده گیه. فعل معلومه که یعنی که باید که یگان کاری و تحقیر باید یعنی که انجام بتیه. خیلی خوب برادرای پنجی، برادرای خمسنگیری نوشته ایسن، برادرای حیصار نوشته ایسن، از رودکی نوشته ایسن. خوب بله. برادرانی که از تاجیک استاندارد معلوماتی بیشتر دارند و به اصلاح نویسند، بعضی از سوالهای مهمی داریم از تاجیک استاندارد تا اینکه در قضیه اسلامی امک بچه رستم و جیانی امال رحمان و بعضی از معلومات ها لازم داریم، همونها را برای ما باید برسونن. از مهربان معلوماتی بیشتر نیاز داریم، از عروسی اسلام معلوماتی بیشتر نیاز داریم. هر کسی که از اینها معلومات دارد و اصلاح نویسد تا اینکه این معلومات ها برای ما حالا فعلا خیلی مهم هست، یعنی که باید که معلومات های بیشتری داشته باشیم. از برادرانی که میدونن چیزی نویسند به اصلاح تا اینکه ما هم بتونیم کارهامون انشاءالله که به شکل بهتر و خوبتری انجام بدیم.
خب 1280 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. 84 فایزی یعنی که آواز داده ها البته مرگ رحمان خوشحال کننده است. 16% خیلی میخواهیم رحمان سلامت باشد و بازم ظلم و تجاوز و بدبختی و بی‌برقی و غلامی و تأخیر ملت ادامه بدهد. این است یعنی فکری بعضی از افرادی که حالا هم یعنی که به همین حالت ها واقعا هم دیگر خب چی بگیم. بله تاجیکستان ونج. بله بفرمایید تاجیکستان ونج. صداتون نیست ولی نفس کشید اومده است. بله گپ زن. خوب بله یک 1290 نفر در نظرسنجی 84 فایز اون یعنی که مرگ رحمان خوشحال کننده. 551 نفر در گذاشتن لایک ها یعنی که نترسیدند و مردانه ایستادگی اند. و فعلا در فیسبوک هم در چند گروه فیسبوکی پخشی برنامه ادامه دارد و چند درصدی یعنی که بیننده حتی تنها در هفته یعنی که هم برنامه گذشتگی ما یعنی که 85,000 در فیسبوک بازدید داشت. یعنی که بازدیدهای برنامه منبر مهاجر در همه یعنی که بخش‌هایی که ما داریم الحمدلله که ادامه دارد. بله سلام علیکم. بله گپ میزنی؟ خب اینا فقط هدفشون. خوب بیننده عزیز گرامی دیگر از این بیشتر برنامه‌مون ادامه نمیتیم. الحمدلله 3 ساعت و 10-12 دقیقه در خدمت شما بودیم. امیدواریم که انشاءالله هر خبر و معلومات جدیدی از زنده و مرده بودن رحمانوف و ما رسید حتما تقدیمتان میگردد. انشاءالله هر چیزی که ما میتونیم در هر ساعت و دقیقه شب که مرگ پلید رحمانوف برای ما رسید حتما انشاءالله که ما در خدمت این ملت هستیم و انشاءالله تا آنجایی که امکانی رساندن معلومات برای ملت داریم حتما میرسانیم. گپ میزنی؟ خوب بیننده عزیز گرامی دیگر از این برنامه‌مون ادامه بیشتر نمیتیم. در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک شعبان عزت و شرف و همه آن چیزی که از دست داده این ملت بار دیگر به این ملت بازگرداند و تمام زندانیان بیگناه این ملت الله سبحانه و تعالی از سیاه‌چال‌های این رحمانوف و این رژیم منحوس آزاد نماید و الله سبحانه و تعالی تمام مهاجران و پناهنده و آنانی که در خارج کشور هستند با سر بلند به وطن برگردند و برای این وطن و برای این ملت خدمت‌های خود را ادامه دهند. الله سبحانه و تعالی هر کسی که بدخواه وطن است و میخواهد که به این وطن ضرر برساند الله خوار و ذلیلش بگرداند و هر نفری که بر ملت و مردم ظلم میکند خداوند ظلم بر خودش بر بگرداند تا اینکه در نزد جامعه و در نزد این ملت و مردم شرمنده و روسیاه چهرش نمایان گردد و هر شخصی که به وطن و دولتش خیانت میکند خداوند شرمنده و روسیاه و هر کسی خیانت میخواهد به این وطن و به این ملت بکند الله شرمنده و روسیاهش بگرداند و هر کسی که امروز در خدمت این رژیم هستند و در خیانت های این رژیم شریک هستند الله اولا دعای هدایت میکنیم که الله هدایتشون کند تا اینکه یعنی که راه راسته که اون راه در اون راه هیچ کجی و اعوجاجی نیست الله اونها را مشرف بگرداند تا اینکه به راه راست هدایت شوند و اگر هدایت برای اونها ثقیل و وزمین هست الله خوار و ذلیل و نابودشان بگرداند تا اینکه این ملت و این مردم از شر اینها نجات یابند.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.